به نام خداوندی بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز انشاءالله که در دو موضوع خواهیم صحبت کرد. یکم موضوعش درباره رحمانوف چه دستگیریش کردگیان که سری قدرت اومدگی، دیگه‌مش که درباره جمشید و جاویدان و زن جاویدان خواهیم صحبت کرد. برای اینه خیلیش بکنیم. این همی زنک زن جاویدان های چیچنکای امروز چند روز پیش پریپیسکا میکرده می نویست که من او هفته گفتگی بود که من میخوام که درباره جمشید و جاویدان بروم صحبت بکنم. خودش من زنگ زدگی بود، همین پریپیسکا هستن، من روز میبرم نشان میتیم. همین زنک زنگ زد گفت که من درباره همینا دارم دلیل که اینا مقصد خواهینن با تاجیکستان همکاری میکنن، بگیم که مردم پستاوید میکنن چریزمن گپاش هم هستن. گفت که مقصد بیا وا بخریم. من یک جا بگیم که پرکتیکا کار رفتگی بودم میون خنده. بعد همین روز وقت من وا خوردم، تقریبا ساعتای 2 بود. ساعتای 2 بود پشتی بانهافی اما سنترالی میون خنده وا خوردیم. گفت که برای безопасности من تو باید گارانتی بتی یا که یگان پیسمن یگان کاغذم بتی که مقصد من ببرم در افیر گپ زنم پرابلم نمیشه. من گفتم داتا چی پرابلم میشه؟ پرابلم شید بیا من بگم که یا که گفتم ترا تهدید کردن که نبرو در برنامه گپ نزن. همین خلاکی که جمشید قدی جاویدان تنگه اوره یک جای پیدا میشون و جورای من که باشید جمشید یه مشت میزنه در همین پرای سر. جمشید میزنه یا تا بگیم که خیلی دیگه بگیم که اونجا جای ایستادنی من نبود، برای که من نمیخوام پرابلم. من 1000 باشید میگم که من 6-7 تا کودک دارم، من ده پرابلم در کار نیسته. من اینا را گفتم روز 21 که اگر شما خاموش بشین من شما را میبخشم، برای شما اقفای زندگیتون شد مبارزه میبره مبارزه نمیبره توکلتون به خدا. نه بازم به دست این زنک خواستن من پدستا بکنن نگه بکنه که جمشید قای جاویدان چند روز پیش پشتی خانه من اومدگی بودن، من رهشون دادگی نبودم. خانه گفتم بیام درویم، گفتم ممکن نیست شما را خونه من اومدم 500 متر خونه من 1 کیلومتر دور بره، من میام قای تو وا میخورم. رفتم قد چو وا خوردم، گفتن که بیا بریم گجای من اومدم خونه، گفتم که من نمیرم یک اونجا قد شما. خب اشقلب که نوارم میمونم پریپیسکا ها گپ ها انشالله که صحبت میکنیم. همین همون زنک بازی همین دلش میریم. خب اینجا نوای برلین اویدیم سا انهافی اویدیم سا. خب اینا که آشنا تاجیکی من که باشه اینجا دا این همین همون زنک های فیسبوک شای اینجا بعد من پرسیدگی های که بگیم که با جا تا بگو در گیجوی من با گیجو را بیام. این همین خیلی گپ ما پرتافتگیم همه جا مستپلاژنش کردگیم. بعد آخر اومد در واتساپ زنگ زد گفت که من در فلان جا در فلان پارکم پشتی بگیم که سنترالی بانهاف ده. من اومدم قطعش بگیم اونجا صحبت کردیم یک تقریبا 5 دقیقه. این اپارتوف صورتی منوچهره و صورتی بگیم که رحمت الله را اینا را جمشید جاویدان که تا همینا را میشناسی. من نسبت اینا بسیار چیزا را میدونم. من چیزا میخوام ترا بگم که این پد اینا من عقلم نمیگیره که چقدر یک برادری مخالف مبارزه چرز یک زنک شما مردکه هر جمشید جاویدان شما مردک نیسته.
به خدا قسم شما مردک نیستی. مردک رنگ شما نیسته. دالش میریم. ولی اینجا گپو زیادن در برای اینو. اینجا جمشید ببین چی میگه. های خداوند نگهبانت باشه. او هفته خواست ما را جنایتکار برای تیمجی بده که الماس. خب اینجا دوازی من خیلیش کنن. نگاه کنید اینجا بعد که من زدن من در راه رفته شدم. این نویگاتورم گیرونای بگم که زپس رفته شده. تماشا کن که چی میگه. بعد که من زدای کو من برفتم پیش اینو. مثال نویگاتور من کلچت کرده بودم اونجا خیلی میبینی. دای فیرود. چی میخواستی افت برای کرد؟ ما چی جنایت کردیم؟ اگه من همین آخرون گفتنی مجموعه تایید فهمیدی من بخلا شما را بخش دادم در اولین من گفتم مردک برای میرم میگیرم یکم قبل من شما باید شما ما فکر قضیه دکتر وارده که قسم من زدن نشده بخدا قسم جمعیت چی کاری عزیز میوه اگر حقت نکردم من الماس نه هیچ دونسته بگی خطی جاویدان هر شما کم روزانه که برای پستوی تیاگیش شما تماشا کنه من برنامه الله شما را بخش دادم یک سال بشه من تمام من شما کو جواب میدی تماشا کنه ولی نه یک سال گفتم 10 سال گفتم کار میکنم فقط دشمن مال یک سال کار کرد مال 9 سال دیگه خداکه در دل است میدونید 9 سال دیگه ولی خب گوش بکنه که میگه که ما نه یک سال شده قفایت کار کردیم ولی ما 9 سال دیگه کار میکنیم دالش داشنامه ها من هیچ چیزا موندنی نبودم خواهش میکنم زنکا اگر تماشا داشته باشه بکشه یک نیم ساعت برنامه من درباره همینا خواهش میکنم زنکا اگر باشه اینجا اقرات داشنامه بکشه اپش گولکاتون تلفن‌ها دور بگیره خواهش بعد نیم ساعت بدره ان شاء الله که درباره رحمان صحبت میکنیم اونجا بگم که به تشویش اینجا بدبخت بسیار اخورات میکنه چند نواروش هستن از من که نمیدونم که کدمی نوار اینا من موندگیم که مثال کدمیش داشنام داره یا کدمیش نه خب دالش میریم فکر نکنی که با این یک مش بهش جان خلاص پلیسیوم کشیدگی میدونی همین الماس میگم چه اولی سدکه پاری سیونکا کردم تو من سیونکا کردی من رفتم بزنکا گویدم بزنک من پیرا کرد گفت بیا من جنایتکارا را گپاشت را میگم من پرپیسکو چه دنویسته که با او زنک من خیلی نیست که الماس مالش تو چی میگه در قطعه نمی جومی دکای نوزه برک پارتیا دیگه میگیرش فهمیدی جانش میدم چیکار تو میدونی که کسی زیبا را مرد زیبا میگویا میفهمی تو یک شلوغ کی شما میگوی نمیگوی وای کاری شما اینه که برای فن کردن تو پاتسا کردن آدم کو شما بانام الله جواب میدی بانام الله خیلی گرفت موش بچه بلا پولی کارو الماس یک باید این خیلی نیستا تو پاکش خیلی منافقت کردی خاطی عبید منافقت کردی حیث منافقت تا نالا ده خبر زن خاطی طلاق ما خونات اومدم خاطی پیاف داده ما همه گپرو بو ضبط کردیم سیونکا رو پیش خونات ما خاطی نه جنگ پاکش خیلی جنایتکار ما اپا میگم الماس فهمیدی؟ خدا اصلا نکه فهمیدی؟ من در همین میاد نمازی گوش که من در همین بیا پارتو میسه پلاژن تا پارتو من فقط خطی پالیسا خط شما بو میخورم ایسا پروس مال با پالیسا را زنگ پارتو دا پیش پالیسا با پیش نیوان من رنگ تا قسم میخورم منافق نیستم لبو قسم بته فهمیدی بازان طلاق قسم من پالیسا زنگ زنم در همین میاد هو دارم جا بس بخاط پالیسا هو من از این پالاژن میکنم بیا مثلا پالاژن میکنم اول پالیسا را زنگ مثلا پالاژن که با ویدیو زنگ بوینه جاوید خاطر زنک ترجمه کنم خون اکا زنده میم فهمیدی پالاژن را ترجمه اون شبگم ما ترا این کامر فما پیش تو اومدم اون 2 هفته پیش گفتم ده مردکی خوب دست دادم رفت پاگاج اگر صورت ما را موند این جنایت کار از آن فریب کنم ما الماس ولی ما قسم خوردگی من هم زن شلختم میگم ریالی میگم خیلی بدها نیست
فهمیدی ولی صبر عجب کن چی خدا نمیاد خدا عجب نفهمه یگان چی نمیاد فهمیدی عجب وای یگان وقت میشه وقت مایل شوخی وقت تمام میشه کدوم وقت پدر فقط همین نالت تیره تهران شما آدمو رو فهم نکنی آیا شهر دیگه یا شهر دیگه در بیوه پاستا و ولی شما واقعا هم امنیتی فهمیدی من خیلی پدر نالت خود باید مگیه حرام ای دیگه دکازات هست که کیرا فرود کردن دال بایو من در دهنی همون زنی به نکاحی تو بگم جاویدان اون همین من خودش فیروز کرده تمام یا الله نیکا در فیسبوک همین من داده همین نه ای کلام چی مازال چشیدی چی دایا دید یا موش بچه چخل نگرزی تا همون رافیزه همی رافیزی هم خیلی منافقی غرمیو رفیزی را غرمیو های بعد الماس برای خودت پروسه درس شوکی همه را بگو در الماس شما تماشا کنید برای پستا و کنگی تو تمام خدا نگهدار یک سال زیاد خب اینجا این همی خیلی این همین عروسی بگیم که چینوم داره عروسی جاویدان های بعد بگیم که اینجا دا بسیار گپا بودن انشالله که این نوارها همش بگیم که من با ایمیل پلیسه بگیم که روی کردم چند دشنام های دیگه بود که جاویدان قضیه جمشید دشنام کردن ها واقعا من گرفتم برای که نمیشود اوجه من نمیخوام جنگ من نمیخوام پرابلم من اگر میسودم اینو منم عیب میکردن نکی نگاه که شما مرد بشین بیایید اگه جواب بخریم آدم وره ایخه من تیوری قطعی باشه شما نی اجد نبیای آدم بزنی من چه پیش طرف دادم جمشه اجد نه اومد من نی اجد نه تبوکی نی اجد نه اومده اینجا ببرو بوکی نی اجد نه ما یک به یک بدیم همه خبود تو بکو یا زنه کمی گیری میای او زنه کم خونهش سوختگی های جمشید جاویدان شما من به خدا شما را روز 21 گفتم اگر خاموش باشه بره قفای زندگیتون آخرون نوارم بود درباره تو گفتم بیای صحبت بکنیم برنامه کردم درباره شما که بیای صحبت بکنیم نه اومده با پشتیمان کار کرده این زنه که در کامنتری نویس بعد در فیسبوک نویس بعد فیسبوک رقمای بگیم واتساپ گرفت برو اومد بگیم که با من در تماس شید گفت که بیا وا بخریم این زنک در لنسود زندگی میکنه شما جاویدانش در لنسود زندگی میکنه جمشیدش در چون کجا زندگی میکنه شما چه که یک هفته برنامه کشیدگیه که برای قطعی من وا خوردم انشاءالله که در سری سود وا میخریم این خیلی واینه سری سود ده این دفعه را کنکریت نی حکمت رحمانوف اگر تماشا داشته باشه ده جو برانی رو کنه برای جاویدان جمشید من چیزا جواب میگم فقط ایجا در این کارهایی که اینمی کشوکش طولانیه یک روزه ای کار نمیشه یک ماه ده نمیشه ای کار نکی من چی کاری که میتونم چی دلیل های دارم نسبت اینا چه جاویدان ای مصر نفرها را فروختگی تا حال در زندانن آدم ها در تماسن نامه و فامیلی هاشون وقتی در مصر بودگیش چه دنبال و بچه ها را فروختگی و بچه ها تا حاضر 18 سالی اونا زندان کردن چند نفرن نمبر نمیکنم روز ساعتش میام من همشه دکازات میکنم جمشید من درباره جمشید همیخه گفتم که نگم خدداری بکنم بروه قفای زندگیش بشوه بازم بگیم که یه باری دیگه بگیم بیوه نشوه زنش این زنی نو گرفتگیش بیوه نشوه با یه باری دیگه خاطرا بود بخدا دیگه خاطر هم موندگی نیست خاطر یگان چی موندگی نیست
جمشید جاویدان تئوریتون رو ببینید. بخدا شما را یگان چی فایده نمیکنه. من اولی او زاولینی ما گرفتگی نبودم، اولی با این زاولین امروزه حاجی بخدا پلیسا خونه من رفت. حاجی خودش من تو بگم که جمشید تو آخر من چی بگم ترا اینجا زیاد چیزها که من نمیتونم در اینجا نشون داده. ترا من همه دنیا تا دارم. ایسوایست بگم که پلیش طرف تا ما پلاتیت کردگی پاییز در قپیدانت شترافت کردن دو بار کی پلاتیتت کرد. برادر فوراچی بود، ما بودیم، بچه ها بودیم که ترا کمک کردیم که بدبخت من 50 دیرم که ترا دادگیم دانسته باش که در 50 سوم 100 سوم میگیرم. اگر 50 سوم دادگی باشم 100 سوم تیاری تبین چند سوم دادگیم دوش دیمیتی. شما که من شما را بگم که بخشیدنی بدم بری قفا زندگی تان بشه، نه شما بدبختا اولی نه سال دیگه شما باید پشتی من میزدی. ولی نو یه سال شده بوده. انشالله که روز ساعتش میاد شما در پیش قانون جواب میدید. من میتونستم که همونجا جنگ بکنم قد شما. من به نام الله از شما نمیترسم. پس در من پرابلم در کار نیست. در من پرابلم در کار نیست. خب چند چیزهای دیگه هست که خب انشالله که اینجا چند نوارهای دیگه هستن. اونا رو من بگم که برای اونجا دشنام ها زیادن، در اینش کم تر دشنام بود، در اصولش بسیاری بعد دشنام کردگه. من نمیخوام که جمع را زنکا خواهرها مادرها به احترام اونها من نمیخوام بگذارم این چیزا را. انشالله که کار نو سر میشود بگیره که دیگه جمشید جاویدان موضوع اینو خلاص. انشالله که درباره رحمانوف صحبت خواهیم کرد. تماشا بکنید برادران عزیز که اینجا چی گپه. یا بار دیگه بمونم نه نمکیه جاویدان غیورزاده بفشی امنیتی. من باور نمیکردم که همه انسان ها مثال هم خیلی خیلی بده ممکن ایرش گشته مسلمان شده بگیم که خیلی چیزها میشواده واقعا هم که یک آدم میتونه که بگیم ایرش بگرده کلن مخالف بشه. نه که این انسان تاکتیک‌های کارش، تاکتیک‌های گپزنیش، کاربرش همش امنیتیه. تماشا بکنید من عقلم نمیگیره که یک زنکه برای اینو وقتی میگن که ما برادر مخالفیم، من زبان ما میبرم که وقتی مادری خواهری یک برادر مخالف را دشنام بکنم اقارت کردم بیای زبان ما ببری لبایتا فرق نداره. من برادرایی که بگن در این راه برآمدگی هم زید رحمان فیزالی می جنگن اونا را دشنام نمیکنم. چخه شما من که بگفت اختم برادر میدونه نه زنم و نه دخترم نه اوچم نه یگان کس نمون دشنام اخوره کمکتون کردگی هم بگه که کردگی نیستم. من به خدا نمیخوام بگم درباره کارای کردگی من آدما بگن که من چیکار کردگیم. به خدا قسم مردم بگه که من کمک کیا را کردم چه کمک کردم. من خودسنایی نمیکنم، من رکلام نمیکنم که من یگان کار بکنم. من چیزی میدم از برای خدا میکنم، از برای ریا نمیکنم. نه که من تا همین قمحل یگان چی نمیگفتم نسبت این اینو انا که اسپاس تماشا کنی. بدبختا شما این کیه غیورزاده انشالله که پال همین ترک حاجی دیلت کردم همین خیلی مستقیم در دستی همون بگیم که پلیتسای دادیم همین روزاشه او پیشین کنارش برفتن نکرد و گفتی خطو. خب اینه
نه جمشیدی بز نگاه بکنه که این انسان چه دشنام ها میکنن. نه تنها من حتی حیرون میشم بازم مخالفای ما همینا را پرتل میتین، همینا را بگیم که دستگیری میکنن، زن خواهر مادر لباچی دشنام میکنن. وقتی که یک آدم مبارز دشنام میکنه یا چه ایزن تا ایمن برس مرده که من با مادر من یک نمال نخریدم که شما امروز دشنام بکنید، یا که من یگان چیز نکردم با عائله ما که شما امروز بگیم که عائله من یا که کودک من دشنام بکنید. این کار من قانونی رفتار میکنم. من میتونم که برم لبای کارنگ شما وره بکنم. من در پرستوبنی میر زندگی ندارم. من در یک دولت دموکراتی حقوق بنیادی بگیم که دنیوی زندگی دارم، طبق قانون من رفتار میکنم. من اگه شما تماشا بکنه که من به خدا شما را میبخشیدم، اگر این همی کارا نمیشید خاموش میشیده میرفته، من برنامه کردم برای شما ناآمده، می اومده گپ میزدیم، گپ نزده بو من اگه شانتاژ کردنی بده من اون زنه که تجاوزش نکردم، اون زنه که ای 5 متر دوری دبرش بدم. بگیم که درباره تو جاویدان گفت که من اینفورماسیا دارم، صورت‌های تر روی که صورت‌های منوچهر صورت‌های جاویدانه، گفت که بیا من نسبت همینا من بگیم که معلومات دارم اعتماد. من فکر کردم که یگان معلومات من میگیرم. من نفهمیدم که شما این زنه قطعی بگیم که یک بار رحمت الله رو میخوای خواسته پستوید بکنه با دمان تاور شده. خب انشالله که میبینی ای پیش روستون اگر سیاه نکردم من عبدالخلیل یا که اما الماس نباشم، ایتسا دانسته بگیرید. به خدا قسم یگان او یگان صابون سر شما را نمیشود دیگه. تو فکر نه که جمشید چیست برای تو میگم، تو فکر نه که تو جانی کبیری را گرفتگی تو را کبیری کمک میکنه. اگر کبیری طرفداری ایت بکنه کو من باز قطعی کبیری کار میگیرم، یگان مشکلی نیست. به خدا قسم من خاطرا دیدم، خاطری چون چی دیدم نخواستم که دت پرابلم بشوه، نه که بدبخت انا که پرابلم را بگی. تماشا بکن. خب دیگه بگیم که درباره اینا صحبت نمیکنیم، بگیم که بس شونه میخوام انشالله که در سر سود این دفعه را خیلی دیگه خیلی کار بار رنگی او دفعه نیسته. ادوکت پلاکی بگیره پیشکی خوارتون بکنم. ادوکت بیپل یاردان تو نمیتیه، ادوکت هم یاردان تو نمیتیه، ایتسا دانسته بگیره. من در او پارک نوار بوده است. من آمده پلیسای زنگ زدن ویدیوها را پیدا کردم. چشم من زده اومده، چه من گریختم، چشم من سر کرده گید کسا، همه چیزا در نوار است. انشالله که در سر سود رو میخوریم. خب درباره اینا خلاص انشالله که درباره رحمان صحبت میکنیم. خیلی بزغله در بین مخالفا هم متاسفانه زیاد شده. مخالفا صاحب ندارن میگم زیق میشون که مخالفا صاحب نداره. ای مردم این مخالف، ای مردمی که در اروپا بیا سر راه این چیزا بگیریم. به خدا قسم این کار نو سر شده. شما شوخی نفهمه ولی این کارا در چون گیجا تمام میشوند. شما فکر نکنه که جمشید جاویدان فقط در نسبت من یا که برادر رحمت الله یا که نمیدونم فرهاد یا که دیگه انسان ها مثال نمیخلکی زیاولینی میکنه که در نسبت فروخ مثال اینو کردن. شما این منتظر نباشه با شما رمیه روز ساعتش. به خدا من شما را سری محل چند بار گفتم برادر مخالف بیا سری رای این سگ بچه ها را بگیریم. به خدا قسم همه فتنه را این دو آدم کاریدگیه. به خدا قسم دروغ تو نمیگم. برادرای مخالف کسی که در اروپا است ای کبیری سر کردگی
تا آستانه ایفا گوش کنی. بیایه به خدا قسم سر یه مسئله بیایم سری روی سگ بچه ها را بگیریم. غیر این صورت پرابلم هم میشوه. باور بکنی با بونه نمی دو آدم یه بر آدم های میکنن همی اروپا. برای که آدم ها میان بگیم که شانتاژ میکنن، آدم ها در نرویش دستوید میکنن، کار میکنن که یکان کار بکنی. نه که من خیلی آدمی واز بینم. بچه برای من مقدس مادر مای، زن مای، دین مای، اینا همین سه چیز من حقارت کرده گیم. باید من چیکار کنم هم اینا را با گفتی شما؟ همین خیلی بمونمش برم. برادر عزیز با خدا قسم من شما خیلی پیش گفت دادم بیایید صاحبی بکنیم این مردم. با خدا قسم بیایید صاحبی بکنه. بیایید ما مردم بگیم، مردمی که بعد شما اومدن شما دستگیری شما میکنه. شما نمیگه که برادری عزیز اومدین زیدی رحمانوفی تمام یگان هیچ برکت نه قطعی محیط بیا مبارزه ببرین. ای خطی کشیده نمیبروی، این ای کار میکنی این کار نمیکنی. شما نیسته ای چیزو میبروین. برادر عزیز به خدا قسم نمیخوام گپی سخت بگم. همه تو بنامی الان نیتون مبارزه نیست. همه قفای زندگی شاید برمده. ای برادر عزیز رحمانوف در اوجا موندگی ما در اروپا با این خدمت زده شدیم. بیا ما سری را نمیگینه. به خدا قسم من خودم سری را اینا میگیرم. ای برادر عزیز ای سپاس من اعلان میکنم آشکار بیایه من صاحبیتان میکنم. ای مردم مخالف در بین ما نباید فتنه باشه. نباید یا آدم اشور فیاد چی بگه، نباید محمد اقبال یا کسی چی بگه، نباید کبیری یا کسی چی بگه. من پرابلم دارم با کدمه زنتون میزنم قیدان صحبت میکنم. یگان مشکلی نیسته. نه که امروز ما زیر یه پرچم نیستیم. هر کس به خود چیز به حرکت داره. ما امروز در اروپا یک جا نمیشیم. شما فکر میکنه که ما پگه تاجیکستان تغوری میگیریم. ما یگان محل به هدفمون نمیرسیم. اگر همین تبریم منتظر نباشه که یگان انقلاب میشوه یگان چی میشوه. من اینو می خودم گپ میزنم. به خدا قسم من 10 ساله پریودی تاجیکستان نمیدونم که چی گپ میشه. هیچ چی نمیشوه. ما دو آدم در تای فوکمون سرشته که نتونسته سودیم. دو آدم اومده فتنه به خدا در بین 24 فتنه در بین نهضت فتنه بین بچه ها در همین اروپا من اومدگی بودم. مهر محبت دوستی بود. به خدا میرفتن خونه من میومدم. من خونه ویو میرفتم. بازی یگان نفر نیسته. یعنی همه را دشمن کردن این شبوایش. بازی مردم فهمیدن که همینا بودن. زیاد انسان ها تماس میبرن برادر های اونجا خطاگی شدگی بود. من نفهمم کی خطاگی نمینه. ما همه خطاکاریم. خطا میکنیم. نکی اصلاح شدن در کار. به همین خاطر برادر عزیز بیایه زیر یه پرچم هدف رحمانوف باشه. بیایه مبارزه ببریم. بیایه در اروپا، در روسیه، در امریکا، در لبای جایی که مخالف هسته قدم نفرهایی که همین خلکی بعد اینای خلکی چیشو میگن لک پک و مثل اینای دتا جاویدان و جمشه میآین در بین مردم بگیم که فتنه میاندازن. سری راه اینا را ما بگیریم. اگر ما سری راه همین آدمایی که یتای فوک مونن نگیریم ما پیروز شدن نمیتونیم. باور بکنید من یگان سیاستمدار نیستم. من 5 تا یونیورسیته خواندگی نیستم یا که 7 تا زبان بدانم. من سفیدی ای سیاهی تنها فرق میکنم. ظلم دیدم، ناعدالتی دیدم، برآمدم میخوام که مبارزه ببرم برای خودم، برای هموطنان. امروز در بین ما اومدن 2-3 نفر به نام مخالف میبرن لبوی کسی داشتن میکنن. نه تنها منه، زبساش هسته که جمشید جاویدان که ما شما را مخالفا را زناتون فلان میکنیم.
یا مخالفی با ناموس نیست اونا شو برام ایو بره بزنم در همین استاد اونا شو برام بپرم میگم همه چی بچه ناموس داره ناموس مخالفا برای شما میگم ناموس داره بچه نه زناتو میمونه نه دختراتو خاموشه اونا شو برای از زیولین همین ایسمش میگیرن ناوتش میدن تمام یا که طرفداری همینو داره اگر طرفداری همینو داشته باشه من برم بکنم برم پیش رحمانوف بگمش که خیر رحمانوفی مخالفای ما همش همو بز دست بدیان کاروچی همو اروپا دا بگم خورده گشتیان برم من قفای زندگیم بشم بچه من شما را دیده اومدگیم من 24 را دیدگی اومدگی من نهضت را دیدگی اومدگیم من میدونستم که مخالفت هسته من خیلی پیش شما اومدم شما که من قبول نکردی امروز پرابلم ها میشوند متاسفانه خاموشه در دهاناتون آب گرفتگی یگان گپ نیست آخرون دفعه گفتگی من دیگه تکرار نمیکنم بیا سری راه این نفرها را بگیریم بیا وقتی سرجمعی ما 2 سال پیش بود متاسفانه هر کس قفای زندگی شای بیزنس کار برادر عزیز مبارزه کنکریت نمیبره میره رحمانوف چپا میکنیم یا که نه سوال یگان مخالفی زنده هسته که ببرویه بگه که برادر خطیتیم میریم رحمانوف چپا میکنیم همین برنامه میکنیم وقت جدا میکنیم میخوایم صحبت بکنیم با مردم متاسفانه یک نفر پیدا نمیشه همین مخالفایی که بنام مخالف یتش صدا بلند نمیکنم در برنامه او انسان باید ما نویم من نمیدونم برادر عزیز توکلتون به خدا خیر خب اینجا در برای رحمانوف президент и сказал. خب همینجا دقت بتیه برادر عزیز کلاچکوف هم میشناخته با این انسان همون نفره که پال نیراش چخه همین کمک کرده گیم سنگک سفر رو فکی رحمانوف بیاره و سنگک کرچی گوش کنه میفهمه ما مردم فکر میکنه که رحمانوف کسی آواز داده رحمانوف رای پرسی قطعی اومده گیم رحمانوف تعیین کرده گیم رحمانوف رئیس جمهور غیر قانونی تاجیکستان است امروز اول تا حاضر گوش بکنید Я провозгласил, и вот исламистов командующий. Я, говорит, 8 марта буду отмечать Душанбе. Вот это заявил он, говорит. Я говорю, хорошо, мне дайте возможность. Я передислоцирую наземное оборудование в Айни. Это уже в Таджикистане, Айни. И 15-ю бригаду с собой возьму. А 15-й бригадой командовал Квачков. Квачков, да. Слышали про такого? Слышали, да. Его осудили потом за покушение на Чубайса. Да, по-моему. там сын его, он вместо сына сам пошел. Он бы сам бы уничтожил бы Чубайса, если... Он-то диверсант, спецфак кончал. И Квачков, командир бригады у меня, он со мной там. И вот этот Махмуд Худайбердыев, который сбежал, 100 человек его не пошли туда. А там Рамитское ущелье есть. И туда они забрались, эти исламисты. Надо их уничтожить, выкурить. Файзали там я вытащил. Сангака вытащил туда. Вот в Айни. Я говорю, вы меня формируете. Воюете вы, говорю, я только техникой обеспечиваю, авиацией и прочее. Есть такой у них сейчас, у Байдулоев, нос, говорят, у него кличка наркобарон в Таджикистане. Он в то время был вторым человеком
Таджикистане. Ну и Рахмонова. Ну, Рахмонов, он на тот период был такой директор совхоза Тангаринского. Как он вообще появился на политической арене Таджикистана? Он был депутатом Верховного Совета, директором совхозов. Убайдуллоев был зампред облсполкома Кулябского. И когда мне поручил президент найти кадра, который этот, но со мной связь держал Сангак, это вор в законе, глава вот Народного фронта, Файзали, тоже, ну, наркоман, бандюга. Потом все вот эти бандитские головорезы, все выходили на меня там. Потому что единственные здоровые силы были они. Остальные исламисты были, отъявленные, как говорят, вовчики. И Юрчики. И юрчики это против них. А в основном вот эти вовчики. Ну и Сангак, он сам по себе 20 лет сидел. خب درباره همین وفچیک یورچیک کمی بگیم. وفچیکش ما بودیم، آدمایی که مسلمان بودیم، زیدی بگیم زیدی این همین رژیم امروزه. او طرف یورچیک بودن و یا ما پرا وفچیک بودیم، او پرا اونا یورچیک. هیچی تماشا بکنه که برادرای عزیز میآیه یا دولت ابوالقدرت 4 کس جمع نه ترمچیکا 4 تا همون بگم ایخشو گذشتگی انکو خیلی بگن سازی هستن کو برادرها در مخالفت به تیمون میگه автомат بریم بکشین هستن کو خیلی پرسته حاجی نیست رنگ اینو دوری پیش که یک حکومت ما را کمک بکنه و ما بریم همین کارا بکنیم نیست هیچ چیز. پس ما میخوایم که مردمی بکنیم. پرسته آوردن 4 آدم او پرا وفچی کردن کی؟ بچه ما با دیگه دولت جنگ نکردیم، ما برادر کشی کردیم، خطا کردن گذشتگیمون، همدیگه را کشتن، غرمی گفتن، بدخشانی گفتن، دوشنبگی وحدتی کلابی گفتن، نیمی مردم قید شب رو آوردن. ولی چند معلومات که 500,000 آدم رحمانوف کشتن. ای پررم کشتن مردم. جنگ کشید کلچه و حولاد نمیتیان. باید هم یک کس بزنه. خیلی است که یک طرف بزنه و طرف دیگه بیسته. حتما یا تزدی یا تد میزنه. خیلی نیست که نگاه بکنه که ما رحمانوف انتخاب کردگی نیستیم برادر عزیز. چه رحمانوف آورده یک کلچکوف روی تماشا بکنید. این مرده که گوش بکنه که چی میگه. اگر کلمه زبان روسیه نمیتونم که ترجمه بکنم که چی میگه. اگر نفهمه در کامنت بنویسه انشالله که через слово переводش میکنیم. 21 год отсидел, да. Да. А сейчас он там буфетчиком работает в Кулябе. Сангак? Сангак работал. Работал. На тот период. Да, да, Его убили же. Файзали. Он убил Файзали, а его... Ну это вот непонятная история, кто кого убил, что там случилось. Как? Файзали как сын его, он его сынок называл, а Сангак его как бы отец. Всем заправлял Сангак. Убайдуллоев, который в облсполкоме работал, он хотел стать первым лицом. И когда я о нем сказал, Сангак мне сказал: братан, не надо. Я говорю: почему? Да он, ты же семечки нам с макаронами бесплатно давал. خب اینجا برادر کلوبی نولسه به یکی چی میگه؟ نگاه که برادر عزیز چی گفته سوده؟ سنگک سفرفی نگفته که شما مورا مکرون میتیه و سیمچکا. ما مقصد زده است مکرونش автомат میشه و سیمچکاش تیر اگر نفهمی.
این همیخه میگه دالشی با переводтон میکنه اگه مشکلی نیست. Макароны – это автоматы, а семечки – патроны. Я говорю, еще, что тебе за деньги, что ли, давать? Я вам давал, чтобы вы защищались, говорю, от вовчиков. Он говорит, так вот он продавал, говорит. Своим же людям он продавал. Я говорю, кто? Убайдулоев. Ну и он отпал. Вот, говорит, лучше Рахмонова. Везите мне Рахмонова. Привезли в телогрейке оба, блин. Я говорю, все, поедете в Ленинабад на сессию. Я буду рекомендовать тебя президенту нашему, что ты будешь председателем Верховного Совета. Он говорит, спасибо. Ну, их же надо одеть. И мы в Термезе их одели. Значит, это военторг вызвал начальника управления. برادر عزیز مومنتی بهترین اخشو دقت بکنه که رحمانوف چه کردگیان هیچی نداشت بیچاره واقعا نداشت اینجا خندیدن نیست او چند مردم نداشتن شرایط اینجا خندیدن نیست که رحمانوف تا قهرت نکنه که ما میگیم که تو نداشتی او چند همه نداشت او چند همه اکی خیلی رنگی تو نداشتن همه خیلی رنگی تو نبودن نه که مردم کمتر وضعیت چون وضبین بود تا نام دپوتات بگیم که رئیس کلخوز بگیم که تا یک پر بگیم شوق نداشته باشی یک دولت دیگر رفته سودی تا پرزیدنت انتخاب دارن تا بدبخت یگان چی نداشته باشی مردن طور انسان به نیسته. بعد امروز میلیاردها در شات رحمانوف اگه جای تو هیچی نداشتی این میلیاردها این کرفر در گیجوان گیجو اومدن چوه دمو یک آدمی بگیم که سودها چوه شما یک بار آدمایی که بگیم که نظارت میبره که رحمانوف بگیم چند قد چیز داره چند قد اویلگ میگیره مثال وضعیت که میگیره نمیگیره در تاجیکستان چندین نفرها رو با وضعیت که میبرن زندان میکنن نمیدونم زید سعیده با 1000 عنوان برده زندان کرده یک نفر که سه چلیکی هم بگیم کار میکردگی داره ای دستش پلاسماسیه ایده چلیکی دیگهش کوتاه های اکی یک آدم در 5 سال چند قبه سه چلیکش اگر بدزه یک آدم در 32 سال بگیم که با 10 دست چلیکوش با گفتی برادر محمد اقبال با چند تا دامادهای بشمار با چند دخترهاش چند قمه دزه پروسته بیسته ترازو دا بمونه مردم من نمیخوام اینجا بگیم کشوکش بدازم پروسته بیسته الیمنتر نفیگر بکنه که یک آدمی که هیچی نداشت یکی میلیاردر ترین های ایگیجوه ای بچه چوه یک آدم نظارت نمیبره رحمانوف اویلکشه یگان شهروند تاجیکستان نمیدونه فقط همی قمه بریان در پارلمان میگن که امسال ای بودجه کشور 2% به نام پیشوای ملت میگذره بیاوه و نگیره چی کارهای رحمانوف چی کار کرده که 2% بودجه دولت بگیم که به نام رحمانوف باید بگذره مکتب مساخته راه مساخته سوید مداده جای کار مکرده مهاجران را بگیم دستگیری کرده یکان کمک کرده در روسیه بگیم رنگ ازبک قرقیز قزاق پتین باین برده چیکار کرده برای کدام کارش ای برادر عزیز برای کدام کارش با خدا کو این نظام باید کلن علش بشه کلن نمیخوای ای اوچاسکوای تو ای اوچاسکوای تا رحمانوف باید علش بشه شما بدبختا کو همه حرام خره یا تدبیرا بگو که من حلال میخورم یک نفرت مرد بشه ای 10,000 کارگری بگیم ای امنیت بگیم ایسه اوسنه 10,000 زیاده کارگرای دولتی
دختر военный ملیسا سود پراکرور این همینو یا تاتکو مردک شیم برویم بگه که من با پلی حلالم این همی کارا کردم. شما با پلی شما یک بار همون نفر انومشو فراموش کردم سایمرو دولتов خدای جون عمری درازش بتیا خیلی کارها کرده سوده نظر رسن. همون نفر یک چی گفت بدروی من توصیه‌تون میتیم همون نفر را گوش بکنید. واقعا هم چیزی که هوای گفت من با چشمام دیدگیم. نفرهایی که حرم میخرن برای شما حکومت دارو بدروی با هوای گوش بکنید و خوبتر شهرش میتیه. میگه که حرم وقتی که انسان میخره کو ای فرزندت میبینی فرزندت یبانوتی میوه فرزندت گنگ میشوه فرزندت بیت خونده میروه در قدای کوچه. وقتی که ما حرم بخریم ای فرزندام خداوند ما را آسمون نمیفره با بالیقه در سرمون بزنه. ای فرزندت ای زنت ای نبیرت میبینی. حرم نباید ما بخریم برادرای عزیز. ما یک دولت میتونیم بسازیم که بگیم که معاش برای شما ارزنده برادرای عزیز. شما نیاز به وضعیت به حرم خری نداری. باور بکنید ما 10 میلیونکیم 10 میلیونک برای 25 میلیون من در تاجیکستان میتونم جای کار پیدا بکنم. تنها بیا رحمان فیا طرفه بکنه مردم. به خدا دروغ تا نمیگم. همتون با معاش ارزنده کار میکنه. پنسیه خوب میگیره مثل مون سوید 24 ساعت میکشیش میگو در کار نیست. ای برادر عزیز میدونی برای چی وطن ما پیش نمیره؟ وطن ما یکمش سوید نیست. وقتی سوید باشه کارخانه میشه. مینی زوادکا بچه ها دارن امروز بیزنس دارن متاسفانه در روز 4 ساعت کار میکنن. در 24 ساعت 4 ساعت کار میکنن ایتا 10,000 سومانی بچه ها میگیرن. 10,000 2500 سومانی شناسای من کار میکنن در تاجیکستان میگیرن. پخت زواد، شال زواد، روغن زواد، نمیدونم سیمین بلوک این همه چیزا برادر عزیز. زواد اشپکلوف کرده قزاقستان آوردن بچه ها کار کرده سودیم. بسیار چیزهای هست که ما بگیم زوادکا و فابریکاکای میدهک در شهر نوحیا میتونیم بسازیم. یا تنه 10 تا و 100 تا میتونیم بسازیم که مردم ما دیگه نروان در روسیه عذاب نکشن. جمشید و روشنشون نگن در روسیه. تاجیک تحقیر نشوه. تاجیک تروریست اعلان نکنن رئیس جمهور دهنش ده آب بگیره. به خدا قسم من دروغ تو نمیگم. به کار بکنیم رحمان و چپا بکنیم. فرق نداره. امریکای، روسیه، ایران کدام دولتی که نباشه یک شهروند تاجیکستان تحقیر میکنه لط کوب میکنه پس حال او دولت من ای تاجیکستان میگم 3 ساعت وقت جمع گیر که نبینیم. ما چه دوستیم چه ما دوستیم که شهروندی من در روسیه تحقیر میشوه. ما دگاور داریم قد شما 201 دیویزیا تو بگیم که $48 دادگیه در 48 سال $1 این اگه کلا برای چیه؟ یعنی رحمان و کلا غوث میگن برای استغفر الله برای قفاشه رحمان و 201 دیویزیا ولی این پادخه در ترازو بازی کرده سوده کو این رحمانوف ایسه خیتای بگیم که یک بعضی دیگه در بدخشان کشودگیه این بدبخت خیال میکنه که مردم نمیفهمن. تو تاجیکستان چه فروختگی چند قشه در قرغیز فروختی دادی این برادرات مردن در جنگ. برای چی جنگ کردن؟
مردن. چرا اونو زمین گرفت را قرقیز جنگ نمیکردی تک پروست میدادیش میگفتیم خیلی دادش نکی این آدمو مردن. من بدونم که تو اویلای اونا را کمک کردگی اوای دیداشون در پرای روشون نگردن فرزنده اونا پگه چی میشون یگان که تو کمک پلی نمیتی یگان کسه باور بکنی اگر جه من گپ بزنم کو بخدا کو ساعت ها گپ میزنم پروست نه نفر گوش بکنی برادرای عزیز بعد انشاءالله که صحبت بکنیم با Торговля, Хакима, я говорю, оденьте их с иголочки. Пыжевые шапки, там костюм, галстуки, обои ходили на самолет мой и в Ленинабад. В Ленинабаде уже встречал их Зокер Алматов. Значит, ну и там его избрали. Убайдуллаев просился первым замом. А председателем правительства Абдулладжонов, Абдумалик. И этот просился первым к нему. Первого нету, говорит. Ну, говорит, просто замом сделаешь его. Он его сделал зам премьера. Рахмонов, значит, председатель Верховного Совета. Теперь и второй эпизод. Президентские выборы в Москве мы, Владимирский зал, подзывает меня Каримов, стоит Рахмонов. Он говорит, значит, ты передай этому, чтоб снял свою кандидатуру. Я говорю, понял. Абдулладжанов вместе с ним конкуренты, альтернатива ему. И Абдулладжанов выигрывал. И так выиграл, но россияне там переиграли. Значит, я говорю, понял. Рахмонову говорю, понял, да? Он говорит, Ислам Абдуганиевич, я могу расписку написать, я его сделаю премьер-министром. Абдулладжанова. С этого Владимирского зала туда в Екатеринский зал, где зал переговоров, а там Георгиевский зал, большой в Кремле, если. И мы, когда пошли туда, в Георгиевский зал, через Екатеринский зал, я президента спрашиваю, говорю, ну что, действительно снять кандидатуру Абдулладжан? Да нет, пошел он нахер. А вдруг выиграет? В общем, я говорю, политика очень грязное дело. فهمیده مردک با زبان خودش میگه که اون مردک عبدالملک عبدالجانوف 100% میبری نه که اون مردک بگیم که روی کردن به جای دیگه شما که یکان چی میفهمه مردم که رحمانوف پرزیدنت غیر قانونیه ما مخالفا چند نفرهای هستیم که برنامه داریم میخوایم رحمانوف یک طرفه بکنیم بیای دستگیری بکنی برادرای عزیز رحمان ما میخوایم مردمی باشه به خدا قسم من نمیخواهم که ما زیر یک دولت دیگه ببریم نپریمیر ایران افغانستان ازبکستان نمیدونم یه جای دیگه شما یک مرتبه درباره تاجیک درباره فارس کمی معلومات بگیری برادرای عزیز کیو ما را آورد خار ذلیل کرد میگوی که اگه در دنیا ما هیچ کنه داشتیم اگه همین تاریخ واقعا نوشته شده رحمانوف باور بکنه این چیزها بگیم که در یاد مردم میمونن خوب یا گنده میمونن باور بکنه خیلی تاثیر گذاشته در جامعه ما رحمانوف باور بکنه خب برادران گرامی قدر ایسپاس اگر انشالله که مردم قبول میکنیم
خوش میکنیم که برادرای عزیز کسانی که میخواه صحبت بکنه مرحمت لینک در زیر نوار گذاشتگی های بگیم که در کامنتر یارم موندگی های مرحمت کنه بیای فکر نظرات ما درباره همین رژیم گپ بزنیم. خب سلام علیکم بچه خیش. در برنامه هم اگر وقت میشید بعدی برنامه صحبت میکنیم خوب میشید. خدا نگهدار. خب خوش میکنیم که در واتساپ اگر کسانی که میخوای صحبت بکنه مشکلی نیست، انشالله که مردم قبول میکنه. خب درباره فکر شما مردم من اگه فکری خدمت گفتم نه که فکری شما را میخوام بفهمم چیکار بکنیم نسبت 2 نفر فکر نظر شما میخوام مردم بفهمم. میخوام که در کامنت هم بنویسه برادر عزیز 400 چند نفر تماشا داره در کامنت هم بنویسه بگیم که پاکت چون بکنیم یا که یگان کاری دیگه. جمشید قدی جاویدان اینا اومدین اینجا دختر چیچنکر اگر گرفتین این بدبختا گنده ولد زینا اینا بخدا کو اینا اومدن پشت خانه من می جمشید قدی ما خاطری ته صلح کردیم. قای جمشید جاویدان که تیپا قهری بدیان هر دش امروز یک میثاق در کوزا میمیزن اینش زنی وایشه تجاوز کردگیه. اونم دختر چیچنکا بود که نشون دادم صورتش. جمشید رفته تجاوزش کرده. شما پاتو نه ناموس داره. من نمیدونم بنام الله قسم این قگب این خبر بگم من فلان انسان گرفتگیم با خدا قسم کو نه اوش شوا جمشید قند تبزن میتونی بکر واقعا هم من دستی همه آدمی همه فشارم که در راهش صادقه بزی تکرار نشو برا میفروشی مردم نمیدونم زلال میرسونی. این مخالفای ما بخوبی ها نبودیم بنامی الله بخوبی ها نیستی خفه نشه. میبروید چوم چیکارها میکنن چوم چیکارها ما اعتماد داریم به عده آدم ها متاسفانه دیگه اعتماد هم میگرده. بعضی کارها رو میبینی کو بخدا کو پروست مردم های چند نفر ها برادر ها هسته او طرف زنگ میزنه کو خیال میکنه که من یگان گرنیم. نه برادر عزیز من یگان گرنی نیستم. شما پروست ای پرا بیای اوسنا ببینه برادر عزیز. شما اوسنا من خشو دیده سوده فکر میکنه که من در یگان استودیای گرنی شتگیم. کار بارم دیگه باز همین روی من سوختگیه زگر کردگیم. این همین گردن هم سوختگیه روم قطعی گردنم دستان هم خیلی زگر کردم سوختگیه خشورت افته سدم در ایجا باور بکنه کو شما او سمه بینه خیال میکنه که گرنیه. یک بار ایسه بیا برادر عزیز به پیوند این ره طولانیه با قریبی یگان گپ نمیشوه. باور بکنی بیا ای پرا اوسنا ببینی بعد میگوی که الماست راست میگوی. این حکمت هم خدا بین ما کار کردگیه که به خدا قسم چشم دیدن ما هم دیگر بونه نداریم که بیا لبای مخالف بگه که دروغ میگوی. به خدا قسم همه ما این و باید میبینیم. ای برادر عزیز دعوت دارم همون نفرهایی که کلیدیه باید ما یک گروه باشیم یک
یا صحبت بکنیم متاسفانه دو چمیوی سه چنمیوی بعد قطعی همی خیل میشه و یگان کار کرده بیای بخد و مردم افهم نکنیم بخد و قسم این فهم ده بیا فهم نکنیم مردم باور بکنید کار بکنیم که به منفیت مون باشه من به جایی که فایده بیارم کو به خدا قسم زلال آوردگیم در همه چیزم برادر من 7 سال دیگه دادم مادر من سمالیات فرو آوردن نگموندنش که خانه خدا بروه چند روز پیش یک نفر یک معلومات داد نه که من بگم که دقیقش نکردم مثال من ندارم علاقه به یگان خانگیامون به یگان خش تبارم ندارم علاقه که من همین چیزا یک بگم که انیق بکنم تلفن من یا چور نکردگن نه واتساپ نه ایمو یگان چشون کار نمیکنن یک نفر گفت که آمدیان بگم که خسر بچه ما را بردیان گفتیان که اگر بگم که زنی الماس بر نمیگردونی ما تر زندان میکنیم والله قسم دروغ اگر بگم پام در تاجیکستان برسه کو فرق نداره چه من میام تاجیکستان پیش رحمان و زوره مینم میام یا که میرم رحمان و چپه مینم میام پام رسید پای شما نمیمونه در تاجیکستان ایتسا دانسته بگیرید والله قسم آدمایی که اومده مادر من را چرس افتمه داشته در بخی دیوال چختش کرده با من زنگ زد من همجا زبسی اکران کردگی بودم شما جاهای همو گپایی که مادرم گفتگی من همو خرابریدگی موندگی در فیسبوک گپایی که من گفتگی متزار موندگی نسته شما وقتی که در فیسبوک چاپ کرده منم همون نوارا در بامداد پرتافتگی بودم بامداد هم نشرش کردگی بود همون نواری من اگه چند قد مثال شما شانتاژ کردگی گپای من ابسولوت نیست فقط مادری من بگیم که من ناراضگی کرد گفت اگر تو دلش دوام بدی تو فرزندی من نیستی برای مادر برای پدر یک خطاب دارم من صدقه خاک پای شما من امروز باید که دست شما را بگیرم نه که با پدر اوچه رحمانوف نعلت که این همین وضعیت آورد امروز من دستم درازه به خدا دستم درازه میتونم کمکتان بکنم نه که کمکی من نمیگیره شما من رو نگردونه شما من گنده نگه من اگر گنده ام من اگر خوبم من اگر چیزی هستم من فرزند شما یا که شما اگر خوبه یا که شما گنده شما پدر و مادر منه من شما را ایگنور کرده نمیتونم من فخر مینم که منم خیلی پدر مادر بگن در یک اویله مسلمان در یک اویله با تقوا به دنیا آمدگیم بگم که تعلیم خوبم گرفتگی من رنگی اینای ولد زینه‌هایی که امروز ها هستن و مثل اینها نیستم که من خیلی که مسلمانی های پدر و مادرم حق ده حقم کردیم ای مایده حکیم تا اروپا اومدن نه بگم من دستگیری کردگیم امروز من نمیتونم مادرم و پدرم بگم که دستگیری بکنم برای چی؟ برای که اینا بگم که نمیدونم تا خسر بچه های من تا جوره های من جورش بردگی هم برای من یا جوره ما بردن هم خیلی زدنش که همی نمرد خلاص گفت اگر بکشم جوره ما
چیکار کنم؟ جورا مای رفیق مای یک جو بگیم او نون خوردگیم کلون شدگیم. من ادکاز نمیدم، نه که دیگه بچه ها بودن گفتن که جورای ما نیست، ادکاز کردن ما هم در یک طبق آب میخوردیم و بگیم نون میخوردیم. بدنی خیلی نفرهایی که ادکاز کردن کلان تا نمیشناسنش ما این گرانگه یا تشمون جبرمای اگر بکشه من جورا مای چیکار کرده؟ یگان کس نکشته، دزی نکرده، بسفیدی نقپیدیانش، گفتی همون کمپیرو که در خونه یگان کس نپرونده. امروز چی؟ گرفته برده 307 قسم 1 2 3 و 4 برده تا عقبادیون تا دوشنبه را برده 15 شبانه روز محکم کرده، هیچی دلیل پیدا نکرده. تلفن گفتم او من زیلا داشتم، من ادکاز نکردم، من در اون پیشتون گفتگی بودم، همون آدمایی که در اوبا بوده در اون پیش در اون پدوال. من ادکاز کردگی نبودم. شما من چه زده؟ من اون روزا را فراموش کردگی نیستم. شما فکر نکنه که شما بخشیدگی با خدا قسم شما بدونه که چی گپ میشه وقتی که در تاجیکستان پریوارات میشه. یک 6 ماه اول کو به صاحب تاجیکستان ایتس دانسته بگیره، هیچ کاره کنترل کردن نمیتونه، ایتس دانسته بگیره. او آدمایی که قصد دارن اینا مای مخالفو که داره مردم نصیحت برادر عزیز بیا در کار نیسته، بیا این پرون بگیم کشو کشک گفتم برادر کلوبی در کار نیسته. همین خیلی کارا باید ما نکنیم. ما باید یک رای بگیم رشدی قطعی دموکراتی قطعی باید بگیم که با طور انتخابات ما بیاییم. این خیلی نه زدنک گرفتنک. ما رحمانوف نیستیم. وقتی که من بزنم رحمانوف بگیرم بین من رحمانوف چیه؟ هیچی. پروست دیکتاتوری نو بانومی نو تمام دیگه یگان چیز دیگر نیست. برادرای عزیز ما 10 میلیون ما ارزنده های پلمون چزمون که زندگی خوب داشته باشیم. بیاید به خدا سر یه مسئله بیایم این برنامه طولانی نشوند. ترکی و بگیم که ترکی و اندیسکی نشوند برنامه ما. بیاید به خدا بچه ها پیدا شدن بگیم که خیلی کار پیش رفته شده، تنها بیاید در بری ما باشه. ما شما را نمیگیم پل بتیه برادر عزیز. میخوای که زنت خواهرت مادرت به حجاب باشه، مسجدت آزاد باشه، تو برای نماز بخونی نمیدونم رفع یدین میکنی برکی میستی نماز میخونی چه خیلی میخونی تو آزادی. بیای برادر عزیز مردم کافر حکم نکنی. شما دموکراسی میخواهی برادر عزیز، من آزادی میخواهم. این همین رژیمی که در اروپا هست من پسنده. بدینیش کرده شده، نمازخونیش کرده شده، یگان مشکلی نیست. من این همه چیزا میخوام، یگان چیز دیگر نمیخوام. من کار من میخوام رنگی نمی حکمت ها. ای برادر عزیز تماشا بکنه که من چند سالشی در اروپا من کمی برای خودم بگم تو تا این همه ماه من دولت پلم میداد. هر ماه زبان خوندم، هنر خوندم، بگیم همه چیزهایی که من داشتم همونا رو ابنویت کردم بنویسی. امروز کارم یافتم، رایم کردم، رفتم پرکتیکا کردم. بگیم دیگه میریم سری کار. چون ما در تاجیکستان نمیکنیم این همه چیزا. یک نفر تعلیم میکنیم ولجید میکنی یکم. انا که شما تماشا بکنی که من از اون فترک میگن بگیم که همون دو گواری جای کار من 25 یورو یک 3 ماه اول میتیم در ساعت کاری، نه که به من 18 یوروش میاد.
7 یورو سر هر یک ساعتم ایمان بگیم پلی نالوک ایمان میگیرم. فهمیده شده؟ ای 25 یورو 18 یوروش میاد با من. استراخوفکا میگیره، نالوک میگیره، این وای همیشه. بعد نه که در آخر سال مثال برای بگیم که سر فرزندیات برای این چیزها به نظر میگیرن، بعد یک کمی بگیم در آخر سال بگیم همو 3 4 5 هزار بگیم با پس میگردونن، 3 4 هزار یورو پس میگردونن در آخر سال. برای که تو سر فرزندی بگیم برای ایجا همه استاتیو داره، یکم دیم سیم چهارم خیلی گروه ها هستن که یکم گروهش بزنوش چند خنالوک میتیه، زندارش چند قمیتیه، گولگدارش چند قمیتیه و 20 گولگدارها چند خیلی میتیان چند خیلی میگیرن. ما چون نمیتونیم همین چیزو را بکنیم در خدمت؟ ای برادر عزیز، طلا داریم، آب داریم، کمر، نمک، لبوی چیزه باشه، ما گاز داریم، پروسه زگلوشکا کردگیم. شما این مسکو که رفتگیه، مردمی که در طرف کولاب، ولایت کولاب در زندگی میکنن، او برادرها خوب میدونن. در للینابود، در طرف اسفرا، استراوشان، طرف کنی بودم، گاز هسته برادر عزیز، زگلوشکا کردگیم. نمیمونن ما را بروریمش. برای چی؟ برای که ما باید ای بگیم که ترکمنستان یا که روسیه بخریم. ای خدمونه استفاده کردن معنی. ما نتونستیم یک آدم متخصص کنیم. رحمانوف در 33 سال نتونست یک نفتیان چی، یک گازبرور، نمیدونم در ساحه الکتریکی، در ساحه هزار ساحه رحمانوف نتونست یک قدر. حال میگه که ما چندین هزارها آدم ها را میبریم روی منیم میرون میخونن. درست گپت ندارم. منم با چشمم دیدم در اروپا، در بگیم در روسیه را میدیدم که چندین نفرها هم از طرف تاجیکستان هم از کشور خودشون میومدن میخوندن. دیگه همین آدما گیجو میشون، او میبرشو میمرن، نمیدونم گیجو میشون همین آدما که نمیروان همین تاجیکستان رزویتی نمیکنن. برای که من خودم شاهد زنده، برادر من ده معلومات عالی داره. با رفت گفته که وین کافدرا نداشته، تو باید بره خدمت که رفت در بدخشان خدمت کرد، در مرغاب، همه جای وزبین ترین. 1 سال خونه نامد، خدمت کرد اومد. من قطعی شاهد بدم. سلیمان دولتوف در اومدیم برای رئیس تنظیم در ناحیه قبادیان شدن، $60,000 طلب کرد. یک آدمی که 15 سال بگیم خونده است، 15 سال خونده است، یگان سوم در یگان جا دادگی نیست، با سواد خودش خونده است، عربی و روسی و نمیدونم انگلیسی و چند زبانهای خارجی، بیایی بعد بگوی که تو $60,000 میتی بتره جای کار میگیریم. با خدا ما پول داشتیم، 60 نه همون شب روز زیاد پول داشتیم، میتونستیم بخره. اما کم نه که گفت که من نمیخرم. وقتی من بخرم گفت مگرم بگیرم. من ملام گفت من حرم خر نیستم. من خوندم، باید من کدرم، باید حکومت من جای کار بتیه، نه اینکه من جای کار را بخرم. وقتی من جای کار را میخرم من مجبورم که او پولی که دادم بگیرمش. همو جرم سوال کرده، من قطعش بودم، من شاهدم. سلیمان دولتوف زنده ای؟ ببرو در برنامه صحبت کنیم. اگر بگو که من دروغ میگم. $60,000 طلب کردی برای رئیس تنظیم ناحیه قبادیان شدن. میبروی نمیدونم ای چون گیجو گپ میزنی. کدرها هستن بچهای بسواد. من میدونم یوریستا را، ژورنالیستا را در اروپا جکپوت کشیده گشته سودیان.
و دولت ما پیش می روه. معلم زبان انگلیسی های خار زار در اروپا گشته و دولت ما پیش می روه. یوریست ما نمیدونم قلاو را دیگه جوی. برادر عزیز، بخدا ما اگر سرجم نشیم، بخدا ما وقتی در دولت آزاد سر یک مسئله نمیویم، بخدا قسم لبای کسی که بیویه نهضت 24 من از تنایف بیویه حکمت کنه، بخدا قسم ما قطعی با همه آدم میزنیم. برادر عزیز، بیویه از برای خدا یک مبارزه ببریم، بریم رحمانوف چپا بکنیم، یک نظام مردمی همین مخالفای خونامو یک کسی دو کسی در زندان هست. بچه خاطر خطانه، خاطر همون نفرهایی که در زندان هست، خاطر همونا مبارزه ببره. تا که خاموش میسته؟ رحمانوف مردنی نیست. شما میدونه که رحمانوف چی کارها میکنه هر سال؟ خنی گودک میریزه در تنش. دختری رحمانوف خطی صحبت کردم، بخدا دروغ نمیگم، تاوری رحمانوف خطی صحبت کردم. برادر عزیز، رحمانوف دیل چه اپیراتسا کرده گیان. وقتی آدم دیل چه اپیراتسا 10 سال او آدم گارانتی داره که ساز میمونه. خمشه علش میکنن هر سال. ما هیجوما نمیکنیم، میترسیم که خمون نبروی تنمو. او مردک هر سال خمشه ابنوید میکنن. ما با هم یک خم تولد میشیم، با هم یک خم میمیریم. نمیدونم همی 40-50 میمیریم. برای چی رحمانوف 70 چند ساله شده نمیمیره؟ این نفرها اینا کار بارشون دیگه، اینا در دیگه عالم زندگی دارن. باور بکنید اینا منجرهای مردمن، برای خادم خلق باید باشن، باید به خلق کمک بکنن. نه خلق نبرا دارن ظلم میکنن. نه تنها رحمانوف، همه رئیس جمهورایی که اینمی پسا شوروی هنگو همش هم یگان تاش دیگر نیست. اینا این کارهای میکنن که برادر عزیز یک خلطه در عقلت نمیاد که اینا همیخنی کارها میکنن. همین خاطر خواهش میکنیم که برادر عزیز به طرف نباشید. بیاید دستگیری بکنید، رقم تلفن ما هست، برای در تماس سر یک مسئله بیایم یک کار بکنیم. اگر نه منم راستش بگم در یک هفته همون یک بار وقت میام، از برای خدا میرم همون گپ میگم میرم. شید گفتی برادر محمد اقبال، شید نشید توکل تو به خدا. باور بکنید این خطی نمیشه و من مطمئنم که نمیشه. ما مشکلی هزار تا های به جایی که حلشون بکنیم حلشون نمیکنیم. گپ نمیزنیم اینو باور موکی یکی صدا ما نشنوه. صدا مثال بعضی مردکا رنگم زنکاره عورت میدونن، چونکی بگیم خطی یک نفر صحبت بکنی یا که زپدلا میدونن یا که واقعا در تای اورو گشته سود یا نمیمی مردمی مخالفی ما. به خدا کو این خطی نمیشه. بیای خودمون فهم نکنیم. به خدا خودمون فهم داریم. ما مردم فهم نداریم. مردم ما دیده سوده، مردم میفهمن ما را. یک برادر عزیز چند قید دیگر OBC ده انشاءالله که یک برنامه دارم تا OBC را مبارزه میبریم انشاءالله. بعد OBC بعد دیگه ببینیم اگر همین
همین تم خطی اگر مبارزه رفته ساده باشه و دیگه دستا و پانجام رو بالا میکنه میره من قفای زندگیمون با مثل دیگه نم برادرایی که هستن در اروپا بگیم در لکسوس و در BMW و در اودی میگردم. منم دمو کار بکنم لبو چیزی بخوام میخرم. بخدا برای من برای خدمت چی آرزوی کردم در دنیا همون چیزا من گرفتم. باور بکنید من به نهایت خدا را شکر میگم. به خدا آدما آمادن 10,000 20,000 بتن اروپا بیان من به پل اومدگیم. به خدا 3-4,000 آماده بودم بتیم که بیام اروپا یکی به پل اومدم. به پل 3-4,000 آماده بودم که بنا بیارن یکی به پل اومدم. من نیت داشتم که میام اروپا مبارزه میبرم. بیام زیدی رحمانوف میزنیم. بعد اینجا میای میبینی ای پیش کمتر آدم زیق میشوده. شما برادرای عزیز او پرا میبینه کو میگون کو شما او پرا زور میبینی. او پرا دیگه همون نفرایی که زنگ بزنه که برادر عزیز من آمادم لبوی کارا میکنم. منم آمادم ترا کمکت بکنم بیا اروپا. من همین استال میخوام تو در پای من بشین. این همجا در برنامه که 3 برنامه زیاد نکن. لبوی تا آمادم بیارم به اروپا را. میتونم دستگیری بکنم. بیای پای من بسته ببینه کار واقعیت ببینه گپ بزنه برادر عزیز. بعد میفهمه که برای چی من گاه گپای میگم که نباید او گپا گفته بشه. وقتی که باید گپ در یک جا بگوی در اونجا گپی تر قبول نمیکنن و مجبوری که در این اینجا بگویش. عمومی بگویش. اخی لبوی چیزایی کو همین استکانه همتا آوا بریزش بالاخره پر میشه لوش میریزه. مارم با مثل همین استکانه همو غم درد شکایت لبوی چی چکیده سوده بالاخره میریزه. خب اینجا چند نفرای دیگه هست ان شاء الله که مردم قبول میکنیم صحبت بکنیم. الحمدلله. خب مبارزه جای کدوم بده. خب سلام علیکم. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام. اوضاع صدا صدن برنامه. بله. خیلی خوب. ما امروز مبارزه درباره چی رفتید؟ برنامه درباره چی رفتید امروز؟ برنامه درباره رحمانوف چه سری قدرت اومد نم مرده کموندیم نیم ساعت صحبت کردیم. خیلی خوب خیلی خوب. مقصد که رحمانوف آوردن تعیین کردگن. رحمانوف یک نفر آواز دادگی نیست. یک چند نفر عبدالملیک عبدالجانوف بیش بوده است. روسا گفتن که اونا واپشه در اون میدان سیاست نمونه. حیش کنید. صد گفته که بوم نمیشه که مثال سر رحمانوف ما آواز میتیم که مردم خیلی تغوریش میکنیم. گفته واپشه نمونهش که مردم و آواز میته رحمانوف قبول نداره. رحمانوف یک کلخوزچیه. بله نه یارو باید سنم فهمون که سیاست همین خیلی. اگر من نکنم یگان کار من هم میکنم. این چیزا دونسته بگیره مردم. سیاست که همین خیلی راه گرفتگی برادر چی گفتنیم؟ شما نام یک دیت 5-10 دقیقه پیش عقب گفتن که چی برادر شما دو چی داره؟ چی میگن؟ دو تبرزوانی داره تمام
عادت образование дорад, тамом кардаги мисол баставоду хеле мафҳум. Як гапе ки сим чанд сол шуд ки Раҳмонов дар ҳамин сари қудратай. Мефаҳмем, медонем ки дар ҳамин сари қудратай на корш маълума, на я оилӣ ки созад, на ягон ҷода кор карда намешавад. Барои чӣ мо худмон маҷбур карда мерем, мисол вақтмона пулмо расход мекунем, ояндаи мо даже худмон дар худмон гарантия нест. То вақте ки ҳам диктатор аз байн наравад. برادر برای عزیز چی؟ ما خیلی همه صفا مردم تاجیک از نگاه کده همه مردم تاجیک شرایطی نداره که بخونه هست یه خونه 5 اکاودو دارن همش در روسیه کار میکنن یگانش یگان مکتب تاسیف نویه خوندگان روسیه اومدگان برادر عزیز تاجیکستان خیلی پیش نمیره باید ما یادتمون جام بکنیم یادتمون بخونونیم متاسفانه این گپ شعار باید نکنیم رحمانوف بچه رحمانوف بالاخره میره من نبرم رحمانوف ایبین یک نفر دیگه میاد رحمانوف ایبین میبره باور بکنید نه که آدمای سالم آدمای دانشمند باید ما رنگ گوهرک چشم این انسانا نگاه بکنیم ما مخالفا متاسفانه قدر نداریم همون قدرهایی که داریم در تاجیکستان همون برادرای بگیم چند تا نهضتی ها چند تا برادرای 24 دانشمندا رفتن در زندان ما لااقل همونو را نتونستیم یک کاری بکنیم آزاد چون بکنیم ما رحمانوف یک طرف کردنش اوسه بچه نه ارسلی بین الملل بچه یک گنجا ما را کمک نکرد این چیزها دروغه نه مسلمانو حقوق بشر شما دیده که دروغه بخدا این چیزها دروغه بچه فلسطین زدن تت پاره کردن یک صدا بالا نکرد 2 تیر اسرائیل زدن اونا شما برای جهان زیر ایران خیست اگه من بله چی که نه این طرف الماس برادر عزیز یک چیز حیرونم ده من بخدا بله چی که یگان طرفش نیستم نه که پروست بیست الیمنتر نفیگر بکنه که همین حقوق بشر میگن همین چیز دروغه میخیزی بعضی چیزها را کو خیلی میگذاری تمام این خیلی نمیشوه بچه تا گگر رفتن رحمانوف بخدو همه کار کردن نسبت رحمانوف به طور دیپلماتی این پاد دیپلمات نیست این پاد میگه که من با تیر کمون ماگیم با تیر کمون میرم نمیشوه این آدم باید خیلی باید ما سر یه مسئله بیاییم این بدبخت رژیمش دموکراتیا نیست اگر این دموکراتیا میبود ما دموکراتی قطعی انسان رفتار میکردیم و همین خاطر میگن که برادر عزیز بیای سرجم شیم یک کار بکنیم همه اتفاق زندگی شد شما وجدان داره وجداناتون عذابتون نمیتیه بچه پدراتون برادراتون خواهراتون مادراتون در تاجیکستان دلتون نمیسون این همی خاموشی من جوابی چند گپای همون نفرهایی که هرچی میگه که یعنی جوابتون بود من رقمای تلفنم هست اگر کسی مشکلی داره زنگ بزنید یگان پرابلم نیست صحبت میکنیم نه که اگر من یگان نفر گپ یک کسی دیگر خیلی نمیدونم خیلی دساوگیرکای کو میارن یگان چی میشوه کو و شما همون نفرهای کلیدی داده و شما زیغ نشه که من یگان چی میگم مردک بشین بیاین صحبت بکنیم یک سری مسئله بیاین
بگه که الماس به خدا من پروست هایانه شما در من در کاره به خدا پروست بگه که چیکار میکنی برای بکن تماما اگر دیگه یک چی بگم ما یکان کار میکنیم ما هممون اومدیم همیشه پناهنده هممون 100% شهروندی داریم گرفته شدیم پناهندگی اوش ما در رفتگیه پناهندگی داشته باشی خب پرابلم نه که تنها در یوراسیوز میگردی باید شهروند باشی بازی مبارزه برای شهروندی گیری رفته شده برای همین خاطر برادرای عزیز بیای خودمون فهم نکنیم به خدا بیای یگان کار بکنیم پروست در علاقه ببروی همه تو یک جای نشه یا تا زنگ بزنی من یکی میخواستم که قطعی همه تو نمیخواه یک گروپ بکنیم صحبت بکنیم نه یا تا زنگ بزنی صحبت بکنیم که یکان سر یکان مسئله میایم یا که نه یکان فکر اندیشه داره شما یکان برنامه داره که یک سال بعد چی کار میشوه من دارم میخوام در شما بگم که من یک سال بعد نمی کار میکنم شما را شما میخوام که هم مردمی که داریم در امروز در سینه میزنیم که ما گرنیم که من با گرنیو کار دارم با او دو سالگیرکا کار ندارم راست بیاین مردک بشیم بیاین برنامه را روشن بکنیم بدونم که من شما چی کار میکنیم شما بدونه که من چی کار میکنم من کاری بکنم که زلال من در مبارزه تاجیک نیاید شما کاری نکنه که مبارزه در مبارزه من نیاید ما اگر رنگ سگ پشک باشیم ما اگر مخالف باشیم ما اگر همه چیز باشیم باید در بین خودمون باشیم در پوبلیکنه کینو کردن شانتاژ کردن هم دیگره بود ای پشت این نفر بگه میسته این چیز بیزه باید این کار دیگه خیلی تمام میشوه پراستکو شأن شرف تاجیک بازم در اروپا با یه بار دیگه با سیاه میشوه من این چیزا نمیخواهم یکی متاسفانه همین چیزا خواسته شدیم خب وطن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر سازن خوبین؟ سلامتی تو سازای؟ تشکر. الحمدلله خوبه. استاد درباره همین یک چیز پرسیدنی بدم. مثال وقتی فقط استاد نگو در صدقه من مکتب توصیفی نخوندم یک شاگرد ندارم. گاو نیست گاو نیست تمام برادر عزیز استادم پروست المازم بگه تمام یگان چیز دیگه در کار نیست. بخدا من برادر عزیز دیکتاتور نکنید. بخدا قسم من دیدم نفرها را استاد بگه نمیدونم پیشوا همین خیلی شما گفتن ای دنیا برمدن برفتن. به همین خاطر برادر عزیز من خواهش میکنم حرمت داری احترام داری نون ما بگی دستتش نه برادر این همین برادر به خدا قسم عالیه یگان چیز دیگه در کار نیست. برادر الماس یا برادر عبدالخلیق یک خواهش میکنیم ده برادر عزیز همین کارو نکنید. من استاد نیستم. خب بفرما برادر عزیز. گاو نیست برادر امی گپی شما نگفته مثال جمع شیم مجاهدو یگان کار کنیم بر ضد مثال همین دیکتاتورство بر ضد دیکتاتورство بر ضد همین تاجیکستان همین کارهایی که میکنن مردم حکومتیو مثال زنگ بزنیم با شما یک هم صحبت شویم مجاهدا ای کجا شما میفهمین که مثال همه آدمی که قد شما هم صحبت میشوه
ягон ҷосус нест. барои ҳози амниятиҳо ҳам ҳамин эфири шуморо гӯш кардесам. бародари азиз, ҳамон одаме ки амнияти қошош маълума, тарзи гапзаниш одаме ки қишлоқа, одами муҳоҷира, ранги ман гап мезана. ман мефаҳмам, ман дарк мекунам ки ман ҳакиматиҳо, ман фикр менам ман ба ҳакиматиҳо суҳбат надорам. чанд нафарҳо ҳастан аз Тоҷикистон суҳбат мекунем, ягон мушкилӣ нест. тарзи гапзани уно дигар, уно раҳмонов худое барои уно. агар раҳмонов ягон чиз мегӯм ку ба худо ҳамин хеле ки бигем ки таҷовуз, бигем ки дар номуси ҳамун инсон кардӣ. агар таҷовуз дар номуси ҳамун инсон бикунӣ, ҳамин қадар диш намекунад ки ту раҳмонова мегӯй. амниятиҳо барои худчу худо медонанд раҳмонова. ин чизо роста нестанд. ба ҳамин хотир мо ин чизоро хуб мефаҳмем бародари азиз. ман медонам қати киё суҳбат бикунам. бигем ки амниятиҳое ҳастанд ки номерои Россия доранд, яке баъд муҳоҷиранд, занг мезананд. ман намедонам, фикр мекунем, ман намефаҳмам. бародари азиз, ман як номера 10 нафари дигарро метиҳам ки ҳамин одамро бибин ки кияй. баъд ман қати ӯ инсон дуюм бор, сеюм бор суҳбат мекунам. ба ҳамин хотир дар ин бораеш ки амниятӣ меояд, иншааллоҳ ки ман ака таъна намезанам дигар мухолифора. ман хали дизы арахири бангиву ҳангиву дизы биза дар барам раҳ наметиҳам. касе аз барои худо мусалмонай, барои динаш мубориза мебара, анамо одамо дар бари мананд ё ки ман дар бари ҳамун нафарҳом. ӯ одамое ки арақ мехӯре, зино мекуне, демократ меге, бире бикуне марҳамат. ман ягон мушкилӣ ба оно надорам. не ки ман ҳадафам дигар. ман барои динам, барои дигар чиз ман хестагиам. ман барои намедонам ЛГБТ хестагӣ нестам. ё ки барои хоҳарому модарому биранд дар дискотека бирақсанд, ё ки дар пеши раҳмонов бирақсанд. ман барои чиз нахестам. агар барои ҳамин чиз бихезам, худованд мана муваффақ накунад ҳамин ра. ман мехоҳам масҷиди дари хонамон озгӯй бошад. мардуми деҳамон биёянд намоз бихонанд. ина ин чиза ман мехоҳам. ман мехоҳам ки хоҳарҳо ва модарои мо дар паспортҳошон рӯсарӣ дошта бошанд. хоҳарҳо ва модарои мо имрӯз русия мераванд, бигем ки мо ба номус мегирем хидмат паспортча бибина ирис мебина сараш лич. ирисо, татаро, мусалмоне ки дар русия ҳастанд, бача тараққӣ пеш рафта, отпечатки одам мегирем, илоям ки дар сарат қопча бикаш бигад. ягон мушкилӣ надорӣ. ҳамин любой одам ҷиноят карда отпечаткиш меқапанд. ягон ҷои дигаш не. поле ба худо дуруст ки затани ривоят кине бигарде. ба худо ягон отпечатки мети, илоям ки ягон кас набинад, нашиносад. одам вақте ягон ҷиноят менад, ба дистиш мекунад. ҳозир любой чиза баха ба отпечаткит мемонад. одамо айлата отпечатки гирифта содиянд. тараққӣ ҳам пеш рафтага, инои моли дар асри санг зиндагӣ доранд. вой рустамаки тӯбпоя ки намедонам даст астағфируллоҳ. падарша бирмада ҷик нишон додааст. мега ки мо ина чизора бояд барои ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ин лозимай, бигем як база данияй, ҳамон чиза бояд мо бикунем. шумо дар 33 сол наву чиза мекунед. ин чиз соли 83 сол бирмадагиай. 83 сол ҳамин технология бирмадагиай. шумо дар 2025 олям натунистед ҳамин чиза дар Тоҷикистон бирасонед. оли дадари бародари азиз, ман аз як чизи дига бигӯмда, нигоҳ бикунед, ман 3 сол шуда як хона зиндагӣ дорам. оли дадари хонаи ман наомаде пули светгиракаш, намедонам налоги хонагиракаш, ҳама чи электрония. миёя ба телефонат мегзарониш, тамом.
یا که من نه تیمش همو بگم که به همون جایی که من کمک میکنه به همون جا روانش میکنه و میتیش یگان کس نمیاد اینجا بگم که تو یا که قطع کنن سویت یا که اینترنت قطع بکنن. این همی خونه در من اینترنت زرندگیم یگان مستر خونه من اومدگی نیست. یک چیزا که با پشتاک روان کردم هم چیز در سویت زدم خلاص یا رول تره تمام. یک کد هم پشتا اومد که همین کد هم میزنی وای فای تا همینه. این رقمش که تو میتونی که هر ماه این قیپل بسپاری. چون ما نمیتونیم این همین چیزا بکنیم. برادر عزیز زیاد چیزها ما اومدیم اروپا آدمایی که ما پیش اومدن اونا را من امیدوارم که یک چی بگیم آموختن در اروپا تا ما بر بگردیم به تاجیکستان یک کار میکنیم ده. ما بسیار چیزا را در اینجا اومدیم دیدیم. برادر عزیز سیستم گرمدهی برای خونه ای هیچی گرم میشه خونه دروغ نیست قریب ای هیچی همچنین که اوچه رحمانوف ای هیچی اوقات میکرده همین گرمدهی خونه ها را قریب ای همو هیچیه که اوچه رحمانوف تیار میکرد اوقات به مزه قریب ای همو هیچی میشه که خونه ها را گرم کرد. زیاد چیزا برادر الماز یک سوال داشتم. همین در تاجیکستان با یکم که آدما بسیار آدمایی هستن مثال با الله پیشن با الله نزدیکن مسجدا میروند نماز میخونن همش بگیم چیان обеспечен همه میخونن در راه الله نه که هستن آدمایی که نمیروند نمیبینن با یکمش بعدیمش که دیکتاتور اوزی گفتگی که вообще امری معروف بعد نماز کردن در کار نیست. آدما ای الله دورن آدما را مثال امون ملو هم یگان نصیحت نمیکنه مردم دورن شما را نمیشناسن شما را فقط در کانالایی که تماشا میکنن مردم فقط رقص بازی یگان چیز دیگه نیست. یک اخبار میشود در کانال جهاننما یا در یگان چیز همه شما را تروریست همین خیر با یکم بعدی هم اینترنت ساز نمیکنه که شما را مثال تماشا کنن. این خیلی آدم هم تماشا میکنن با ترس دارن لایک نمیمونن نه مثال آزی آدم های دور هم هستن لایک نمیمونن نمیبینن وابشه ایتری چیزا را. برادر عزیز همین لایک گفتی در یادم زد باور کن همین یک ساعت 40 دقیقه شد من همجا صحبت دارم خواهش میکنم همجا بنویسه که ما چندون لایک داریم ما 500 نفر تماشا مو داره متاسفانه چند لایک داریم کو یک همینجا در کامنت نوشته بکنه که ما چند تا لایک داریم برادر عزیز. بخدا من فراموش کردم یک بار بگم که لایک دیگه ایزا میکشم بخدا بگم که برادر عزیز 75 تا لایک کیف که ای بای بخدا ای بای استاد بخشش برادر شخصان تماشا میکنن مجاهد میگن شما در راه الله بر ضد دیکتاتور سر بر ضد امینتاریو برمگیان نه کی вообще اهمیت نمیتیان او گپ میزنن میبرند از استودیو خیلی گپ میزنن که ایدرون ترس برادرها بس کنیم باید بخیزیم اما دیگر نرودار از چی گفتنی نیستم نه که همشون یک گپن تاجیک از دیگر جامعه بیند نمیشناسمش یا سلام علیک می نمیگذاره میره و تمام. بعد بعد برادر همی آدمایی که شما را نمیشناسن در تاجیکستان همچون تروریست میشناسن شما گفتنی این که باید برای آغاز انقلاب یگان شک پیش بریم یگان دویژنی کنیم مثال نه که آدمایی که شما را نمیشناسن و آدمایی که در تاجیکستان اینها قرار دارن مجاهدا همیا را مثال برای جمع شوی در تاجیکستان چی مسئله دادنیه یا جلبی آدمایی که مثال شما را نمیشناسن یا همچون تروریست میشناسن همچون نمیدونم دیگه ارگانیزاسیون و همین خیلی ها. برادر عزیز نگه بکن که
من در یک دولت قرار دارم که در همیشه پسالی تاجیکستان است. آلمان قلی تاجیکستان خیلی که رحمانوف میگه پرتیاری استراتژی هم فهمیدی. اگر من واقعا تروریستم، جنایتکارم، نمیدونم یگان کارای کردگیم که خطر دارم هم در تاجیکستان یا که در همه اروپا، اینو من زیادی هم در اینجا میگیرن نمیخواه در خوابچه میگن بسم الله الرحمن بگی. نه که اینو میدونن که رحمانوف یه ظالم، همین آدم ها یگان کار کردگی نیستن. بخدا من دروغ نمیگم، ما مردم تاجیک تروریست نیستیم، اکستریمیست نیستیم. ما باور بکنید ما اگر تروریست میبودیم، اکستریمیست میبودیم کو همین رحمانوف 10 بار علش کردیم. باور بکنید 10 بار، در نمی چند بار، 32 سال 33 سال 10 بار ما رحمانوف علش میکردیم. نه که ما مردم کو نمیخواهیم این چیزا، ما جنجال، ما او طایفه انسان ها نیستیم. پراستا نگاه بکنه که کی انقلاب میشوه. ولی اگر سال 92 اگر که باشه، مثال میگیریم که یا پکلینیا بود فرزندهای ویا، بعد با ویا فرزندهای ویا فرزند یافته شدیان، بگیم که حاضی ای سالی 85 اوس اگر ای دنیا بگذره 85 تمام بشه و نباشن 85، بعد ممکنه که در تاجیکستان یگان دیگرگونی بشه. غیر این صورت هیچ چیز غیر امکانه که در تاجیکستان یگان تغییر ایلاوه بشه. اگر همین تمپی که داریم ما مخالفا رفته شدیم، اینو با وی ملاقات صحبت نمینیم، سری هم مثلا نمیویم. همین پرگنوز من همینه که که همون 85 کو تا سینی 85 ایسنش 85 اوسنش هم خیلی دنیا بگذارن کلان نباشن، بعد ممکن در تاجیکستان یکم دیگرگونی بشه. بعد برای اون نفرهایی که میگوی که ما را اکستریمیست تروریست میگن، من گفتم که در اینجا پسولای میتونن پیشنهاد بکنن، نشان بدن که من در اینجا نمیدونم دزدی کردم، ایبان قرض دارم، نمیدونم تجاوز کردم، زمین تاجیکستان فروختم، بودجه پول دزدیدم، در کذب بکنن. اینو میگن همین تا میتونن دستی رحمانوف یگان مشکلی نیست، نه که چیزا ندارم. من اومدم در اینجا دکزت کردم که من دکومنت دادیم، من تک پروست ندادیم، اومدم نشان دادم این پاسپورت ندادم، پرابلم هم کردن تاجیکستان، نوم دیگه کردم، اومدم ایرسی پاسپورت اورجینال ما گرفتم، اومدم جونم در خطر بود، گفتن زندانت میکنیم، گفتم زندانم نکنم، یا تموم در زندانه بس که همیا خونه گروی بس. همین خاطر گفتم گریختم، نخواستم که 4 تا فرزند دارم، گفتم نمیخواستم که برم زندان. من جنا اومدم رنگ دیگه آدما وره بگم که من برای پناهندگی گرفتن تا حالی هم که ان شاء الله نمیتونن و میگن که ما خدا نداریم، برای اینترویو شده که ما قبول مون بکنن، به خدا هم میگن هسته نمیخواد که مخالف میگیرن، چون میگه که من خدا ندارم که ما قبولی بتیم. من کلام بگیره خدا رو نمیگردونم، من برای خدا گوسپندی نر فقط برای قربانی، گوسپندی مادر قربانی نمینه، ایتسا دانسته بگیره. به همین خاطر برادر عزیز، همه مردم تاجیکستان میدونه که ما چه خیلی انساناییم، آدمایی که ما را میدونن، آدمایی که در روسیه بودن. من در روسیه 18 سال در روسیه بودم، 2003 تا 2019 من در روسیه بودم، در یکاترینبورگ، در کازان، در مسکو ایجاد بودم. بچه‌ها زیاد من نمیشناسن، هر منطقه، مردم بدخشان، مردم کولاب، مردم وحدت، دوشنبه، ما تا حال داریم بگیم صحبت میکنیم. قضیه برادرها میدونن که ما چه خیلی آدمیم، در جای کلون شدیم، در چی فضا کلون شدیم.
به همین خاطر برادر عزیز اون نفرایی که هر چی عنوان میکنن اونا را رحمان فی 33 ساله که تبلیغ را میمونی فقط یا که رپ خونده شدن. رپ در فرهنگ ما نیست. من نمیگم که نباشه. من سر قدرت بیام این همین رپریستا کلا شما فقط نمیدونم یگان تیک توک دبره بخونه بره تمام. خیلی در رسانه دولتی رپ برمده. شش مقامی ما گجوشی نمیدونم هزار نمودی دیگه ما فرهنگای خود نچوه ما بگیم. بعد وقتی اون روز در گجو دیدم در تیک تاک بود در گجو بود بگیم یک برادر میگه که اوش ازبک یا تاجیک در برای همه چیز رزبور رفته شده. ای برادر عزیز ما تاجیکا فارس ها دیگه ملت ها را کو یاد دادگیم تا حاضر ازبک قرغیز قزاق لبایش برای بیار با تاجیکی نمازشون یاد میکنن. زیادش آدمای کلونسالا شکمی نو بگیم بلاوزوی خچون دارن کتاب ها برو ورده شدیم. همش با تاجیکی نیت کردن بگذارم بگیم 4 تا فرض اثر یا که 3 تا فرض شون. باور بکنی اقتدا کردن به امام وزیرستاده خیلی که ما تاجیکان نیت میکنیم اون همون خیلی ما این چیزا همه چیز ما نه که ما صاحبشو کردن نتونسته شدیم. یک کسی دیگه میگه ای منه چیش میگو برای که ما نگفتیم که این ای ما های. و همین خاطر برادر عزیز باید ما چیزامون صاحب بشیم. باید حق به حقدار برسه. این هیچ چیزا من میخوام نگم چیز دیگر نه. برادر عزیز نگاه بکنه که خب یک چیز میگم برادر عزیز اینجا چند برادران هم خیلی نوشتن در برای کامنت خواهش میکنیم که بگیم دستگیری بکنه برادر عزیز. بگیم که من دیگه ایزا میکشم که بگم که مثلا لایک بمونه. به خدا من به نام الله من خلق کرده که برای یگان خیلی من خیتر نیستم. من یگان بلاگر نیستم. من برای آمدم میخوام که صحبت بکنم با مردم بگیم وضعیت تاجیکستان بگیم که رحمانوف چه ظالمه مردم بیدار بکنیم مردم وعده بدیم که مردم ما برای شما اگر بیاییم شما بدونه که کیه شما رو انتخاب میکنید فقط چی تو میاره همی بگیم پارتی همی حزب همی گروه شما باید بدونه که من رنگ 550 که مثال همی آدم اگر سری قدرت بیایه چی کار میکنه چی برنامه داره سیستم معارفش چی خیلی میشه سیستم نمیدونم برق آب اینا ای چیزا سیستم نلاگ سیستم کارش خیلی میشه سیستم بگیم پنسیونرها چی خیلی میشه این چیزا را باید ما با مردم بگیم که مردم ما را ببینه و بفهمه و بقبول بکنه. کورکورانه بگیم که یک نفر باز میگن که لبای کسی در قرار میتن میگن تکی آواز دادی به غیر رحمانوف که نمیشناسن و میگم خیلی میگن نمیگم میگه مخفیه و میگه همون آدمی که مخفیه هوای بعد ندیدی که برد کرد یا نه میگه اولی بعد بگای میبینیم که در رسانه ها که برد کرده یا که نه میگه و 3 روز گذشت انتخابات اولی هم ندیدی میگه راستش تماشا نکردم. مردم این چیزها عیبین به فکرم که دیگه همین سال به سال که دیگه فقط میزنی میگیری میره این همین خیلی میشوده. ما هم میگیم که یک نظام دموکراتی مردم سالار آدم وارد زندگی کنه تاجیک قدر باید داشته باشه. من نه چیزا میخوام تاجیک ما اگر
رحمانوف آجی مردم میگن که 100% گناهگاره کو. من رحمانوف 100% گناهگار نمیدونم. من نمیدونم دیگه مخالفت چه قبولش میکنن. من رحمانوف 50% گناهگار میدونم. 50% دیگه نه مردم مایم که خاموشیم هیچی نمیگیم. اینم تا دورا ظلم مینه میبره محکم مینه نمیدونم اکستریمیست میبره تروریست میبره آدمای با فرهنگ آدمای با مدنیت آدمایی که یگان کار میتونستگی میبره زندان میکنه و آدمایی که هیچ کار کردن نمیتونن میگیم که خورده گشتیم. من حدسا میگم که بخد امور کو آهی دیلی اونمون آدمایی که ای زید سعید ایسا کسی در ترمای کو حساب بکنه بخد قسم آهی دیلی اونمون آدمو میگیرن همون آدمو ندید سکردن دمو که ما مبارزه میبریم اونا رو آزاد میکنیم. اون نفرها خاطر من خاطر تویی که من ما را تماشا داری کو برای انم خاطر مبارزه بردن. اگر نه عمرعلی قوتی بیچاره اومدن در ترکیه کشتنش. حاضی همون آدمی که همین کشتگه در دوشنبه میگه بدبخت در رنج روور گشته شده. تجهیز نیدو آدمش در ترکیه. از ترکیه بردنش در دوشنبه آزاده. عمرعلی قوت فهمیدونه که کیه؟ کشتش، پروندش. من اینا زور میگم. ما پاشا کشتگی نیستیم، اونا شو بره، ما اکستریمیستیم، ما تروریستیم. بیای اونا شو بره سری هم مسئله بیایم. میای اونه. مردم، ای مخالفا مقابلا بیای یگان کار بکنیم یا که نه. همین یه بار بگه که نمینیم، بنام الله من خلق کردم اگر بگم که بیای یگان کار بکنیم. یه بار زنگ زنه مردک شه. پلو بومو اینجا ده ساوگیرکاتو تماشا دارم. مسلمون شه یه بار بیای یگان کار میکنیم یا که نه. بخدو من میستم که درد مینده میگم بخدو اینم همه چه پارتون برم بخدو یگان اینم خلاکی مشکلیه که برای رفتن نیست. نخه بیلت نگیری پرمای بگیم که ازبکستان یگان پرابلم نیست. و تاجیکستان دیگه بگیم که ما گفتی خودم که با اروپا رو اومدن را هیافتیم رای خونمون نمیویم. اوچه دیگه چرز تیر میزه چرز یا جوش با هم بری دیوال میدروی. پرابلم نیست ای چیز. راست من ندیده شدم مردم شما واقعا به همین رحمان راضیه. ما را 500 نفر تماشا داره به خدا کو. ای برادر عزیز من همیشه خواهش میکردم که برادر عزیز برای بگیم همین برنامه را مردم زیاد ببینه بیاین در برنامه اشتراک بکنن. شما بگیم که همون لایکاتون رو بگذاره که سبب زیاد شدن بینندگان بگرده. در آخری برنامه بگیرش لایک شما در کار نیست. این یوتیوب پل نمیتیه که من بگیم ای لایک شما پل کار کنم. ای به پل اونا شو برام لایک. نکی متاسفانه نگاه کنه که ما را 500 نفر تماشا داره. خواهش میکنم برادر عزیز همینجا کیه همینجا کویا تدبیر نویسه که ما چندون لایک داریم. دیگه نمیخوام که صحبت طولانی بکنم برادر عزیز. اینجا یک کمی دیگه با زبان روسی باید صحبت کنم درباره همون زنک. بعد انشالله که خداحافظی میکنیم. من همینجا درباره همین دختر باید کم ترک با زبان روسی صحبت بکنم برای که بعدی برنامه اینا همین خیلی بریده بگیم با جای درکاری را روان میکنیم. خب اشاره است. السلام علیکم براتی مسلمانی براتی дагестанцы, чеченцы, которые находитесь в Германии. Это мое видеообращение для вас.
вот эта девушка с нашим, как сказать, братья, да, братья таджики, да, имеет дело, людей подставляют, да. Я обращаюсь к вам, как братья мусульмане, да. Берегите свою вот сестру там или земляку, да, берегите ее. Она в беду попадает. Я вам отвечаю. Просто я не хочу никому плохого навредить, да, что-то. Я вот не хочу сделать что-то плохое. Поэтому я прошу у братьев чеченцев Дагестан, которые находятся в Германии, а эта девушка живет либо в Мюнхене, либо Ландсуте. Вот в этом районе где-то живет. Она хотела мне подставить, и у меня был конфликт с пацанами. Короче, она мне сказала, что типа она имеет много информации про них, и она обещала мне все рассказать, чтобы увидеться надо. Я говорю, вы мне пришлите там на WhatsApp или там в Фейсбуке, да? Нет, давай, говорит, увидимся. Ну, я в Мюнхене, у меня было дела. Я с ней встретилась. И там через 5-10 минут это двое наши пацаны приехали. И, ну, они хотели меня бить, да? Ну, слава Богу, что они не могли меня бить. Ну, побили меня, но я убежал. Просто не надо людей вот так подставлять, да? Я написал на нее, на эти два пацана заявление, да? Она мне говорит, если я выйду на твой эфир, буду общаться, мне ничего не будет, у меня 3 детей. Она не думает, что человека делает плохо, что подставляет, это мои враги, да? Они хотят мне вот готовы, да, они мне убить. Они мне ругают, да, там во всем. А эта девушка, да, вот просто хочет мне вот им отдать просто, чтобы они мне просто могут они мне что-то плохое сделать, да? У меня 6 детей, я законопослушный человек, я никогда нигде не нарушал. Никогда, нигде. Даже пешеходный переход я, блядь, красный не переходил. Я ничего никому плохого не сделал. Я не знаю, почему вот эта девушка, да, с нашими таджиками имеет дело. Якобы была ее жена, 4 года жили, потом развелись, был у них какой-то конфликт, оказывается, нет, они, походу, зина делают. Как это? Это позор для нас, позор для мусульманов. Это я его считаю своей сестрой или сестренкой, да? Это для меня тоже позор, что какая-то наша сестренка раздает себя якобы в Европе, да? С таким видом. Она так и со мной встретилась. Вот таким видом. Не, машаллах, да, что у него там все закрыто, да. Но вот не с одним, с двоим, с троем общается, да. Это что за девушка? Это просто опозорит нашу религию, нашу культуру, все вот этого. Я хочу, чтобы вы ей объяснили, чтобы она больше такого не делала, и все. Я больше ничего не хочу. Я вот хочу, чтобы вы ее сказали, чтобы она
на правильном пути шла. Не то, что вот людей подставляют, якобы он имеет много доказательств про них. Я же оппозиционер со стороны Таджикистана, да. Я вот выхожу и общаюсь, много кто меня знает. Вы можете со мной выйти на связь, вот у меня WhatsApp на экране, да. Видите, пообщаемся, братья. Просто я хочу, чтобы вот эту девушку вы все знали. Это видео пойдет в TikTok, Facebook, куда угодно, чтобы братья чеченцы, дагестанцы его знали в город Мюнхене, Лансу, там Нюрнберге, вот в этом районе где-то живет, я точно не знаю. Она мне сказала, чтобы мы встретились где-то в Мюнхене. Ну, у меня было дело там в Мюнхене, я и с ней встретил. Я так живу в Нюрнберге. В общем, она подставляет людей и делает зина с 2-3 человеком. Много фотки, много видео. Она обещает, я тебе это сделаю, то я просто не хочу эти слова повторить. Просто она соблазняет, она все готова делать, чтобы с тобой встретиться, чтобы тебе подставить. Это нехорошо. Просто я хочу, чтобы... Ну, в общем, вот такие дела. خب دیگه که درباره این دیگه چی نمیگم. خب برای اینا بعد آخری برنامه ان شاء الله هست. خب برادر سلام علیکم بفرمایید. آخرون آدمی بعد خداحافظی کنید. Алмаз бародар, ай барнома беру накохтем, боед ягон сукан кинем, сукана доди, беремо накин. نه بیا برادر عزیز نه بفرما من دیگه هیچی نمیگم. Охирон барнома я дур дароз наканем, бар Алмаз. آخرون نه و تا اکتبر ما انشالله که مبارزه میکنیم اگر بینیم که همین تمپای بعد دیگه خیلی توکلتون به خدا و برادرای عزیز دیگه زندگی داریم. Вай як гуфтани будум ин духтара зана ки бро да экран пешкева мисол нафамондише ки ма мисол амиро бугар ки бад ма мисол дар дига чо мепартумо да дар YouTube дар мисол Telegram дар дига чо да ягон кофир мусалмон нашида اگر خانه نکرده باشد برادر عزیز دیگه هیچ گفتن نمیتونه. نه کار مثال که اما زنه که این آدم بله پیشش یه آدم نه 10 آدم گذشتگی این زنی جاویدان جمشید رفتگی زیناش کردگی این بدبختی انگوایت نکرد. همین گپ در پایین گام نزن برادر تема я چون اینا неудобно да در اینجا کسی که چیکار میکنه هر کس میشه پرابلم چه دیگه مثال جای گپ کی مثال میگوی که همون زنه که میگفتی اینا این بدبختا که من به خدا خیلی من به خدا پشیمان شدم که همین انسان ها را آب و نون دادگیم به نام الله من در یگان آدم پشیمان شدم نیستم در همین جمشید جاویدان برای همین آب و نون کردن به نام الله پشیمانم به خدا قسم من جوگی‌ها را میارم در خونم آب نون میتیم نه که همون جوگی‌ها پشیمان هستم این همین آدم‌ها پشیمانم برای که میان آب و نون تا میخرن کمک میپرسن کمک شما میکنی با نمیدونم برای چی میخزن کانفلیکت مینن من روز 21 همین انسان‌ها را کلان بخشیده بودم گفتم بره توکلتون به خدا آدم نبروید چیکار میکنی بکنی امروز با خستن من لات کردم خیرات کردن پادставить کردن من فهمیدی نکی ان شاء الله که با او دفع نمیمونه نه فهمیدم просто خیلی آدما رو کو چیکار بگم در هم تریتوری که شما هستین شما خودتون پناهندگی گرفتگی در مسئله گشتگی یا جایش مثلا یا کلتورن چotко مثلا فهموندن در کرده biz خیلی boş من نمیدونم biz فهموندن در نه فهمید بعد دیگه که понятно میفهمونیش مثلا تمام خیلی کار اگر مثلا در امر است شو یا مثلا لегко گفتیم برای رشاد کردن شو осон решат кардаш фаҳмидед кани biz чандин то шумо решат кардагӣ гузаштагием
просто байни хитона да уже мы Европа намедум чикали қонун дора чикали закон дора чи маслиҳатҳо дорем чи гапо кади чикали движение хати мегардем уҷор манедум гариҷа садо дусато буд мара биза гарф 2 соат دیگه که صحبت داریم اینجا هم مخالف زیاده که 10,000 تاجیک مخالف زیاده در اروپا 10,000 من جواب میگم 10,000 پناهنده من استاده نگفته شدم короче вая мухолиф нестана бугу аму зиндагишон кори бори хучона бугу тамом вая мухолифи биромадам хеле мухолиф намегам тамошо буда ки фақат худат меброи محمد تقایف میبرویا برادر یک ریگری میبرویا یک چند مرده که دیگه یا تا مسافد یا تا ریولوشنیر ای برادر عزیز دیگه آدم نیسته ما با همین 4 نفر انقلاب کنیم با هم خود گفتی که دا برنامه گفتی لکسوس پکسوس میگیرن هم کار بار کسی خونه لکسوس میگیرن چون میکنی شما باید زندگیشون همیه گفتی خود کو هم خود همش فهمونده کار کسی هم زندگی دارن لکسوس میگیرن ماشین میگیرن همیه همون رفتن با ما مخالف اوشو بعد بیزنسمن و با کار بار زندگی چونه تمام همین خلای خیر برای بابا استفاده کنی نه با کار تو بردن میگیری کسی میداره اشتراک دادن میگیره просто ما چی گفتم که در برنامه کم در شما دور دراز گپ میزنین برای اون چی گفتم دا قبول کنین آیالا هم درآمد گاو زدن بگیرن برنامه اشتراک چون کدام میگیرن دا کسی بزمز دزای امیارا بگیرن یا بفهمونه و دام نفهمید کاروچ خیا بالوش سری ما رویشون کنین خبر ادم باعث ما کار برشون میبینیم مردا گوره دام سرویشون کنین یگان گپی کفر نمیخوام بگم اینمی ایوب کو ایوب یا 2 سال قریب 2 سال شد ما 4-5 бор занг задагим мегум биё встреч кинем не мегам да дига област ма да самарам да екатеринбург да қавру балоим да мегум валлои қасамара гири заблокируем бародари азиз агар ҷои ҳамин айуб да касе дар кор боша ман точ наша мегум ки ҳозир ҳамин айуб да гиҷоай ба худо нами ҳозир метавонам инамҷа тира ман бигум ки айуб да гиҷоай ҳозир нами местоположение бо занг задагим анкали карба короче ба дига заблокировать как факт. Самара ягон ҷо дур нестай. Да каси дар кор бошад, проблема нестай Аюб. Дар кор ша Аюб ам шери нарай, мера вақти либой ка звон мехрай. Хеди гап нестай ки Аюб битарса. Не, ма кутам, дуз амладна. Дам бузург аст ҳамин суройкине тарафои мо. Мо исо мисол сарфан шамера мо ҷедон чикор кардам мекунем. Дар ин ҷои дига ягон кор кардан наметавонам. Амха. Просто Арсен дар кор нест. Чӣ метарсем? Ма открыто гап мезанем, мера стрит чӣ мегӯям дам. Просто так ҳеҷ картра дар ҳеҷ қабида наметавонам. Барои одам қабидан камш то 1 сол следит мекунам. خب برادر عزیز وقتی باز ما بوده بودیم دستگیری کنیم برنامه رو نترسین تولکه میترسین که کدامش که پای زندگی شما ما چی گفتن میتونیم کدامش که پای زندگی شه که میگه 10,000 آدم گفتم که همون تماشاوی نداره من اومدم من میرم یه نفر دیگه میاد یا که محمد اقبال همه تا آخر نمیره یا کبیری باور بکنید این مبارزه پاییزه یه نفر مثل کبیری دو رفته برنامه کبیری آدم رو قبول میکنه در برنامهش نه کبیری خاطر خلقی مهاجر کبیری خلق چی اشتراک میزنه نه کبیری یگان وقت یگان برنامه کرده 3 ساعت 4 ساعت رنگ شما وره خاطر با خلق شکنه گپ زنه سخنشون گپ کبیری بلاگر نیست یا بچه گپ در بلاگری نیست میفوره که خاطر خلق اشتراک کنی بدرو کانال توی که خاطر خلق اشتراک گپ در بلاگری نیست پرچم بلاگر برادر عزیز او مردک سیاست مداره کاری او مردک نیست کاری من این کاری محمد اقبال کاری یک کسی دیگه در رسانه کرده اون مردک دیگه کارو کرده شده و همین خاطر برادر عزیز سخت نگیره من اصلا حیرون نشانده یک نفر هر کس به همون خودش مبارزه میبره مثال من همین میتونم مبارزه حاضر برده اگر من چنین کبیری باشم کو به خدا قسم اولی بر وقت پریورات کردم نه که خداوند او علم من نداده او فهمیش من نداده او سواد من نداده به خدا قسم همین کبیری میدونستم ولی بر وقت یگان کار کردم نه که انقلابی جای سوادداری نیست просто همو خلق جا میکنید مثل خلق پیشروی میکنید خلق مثل ننگ ناموسش
خراب شو باور میکنی که میبره سامو یا حزب کی چه بقوت به در تاجیکستان بگم که 90% پیروز شدگی بود امروز واپشه بگم که تیت چوشش کردن گرفتن نیمشه زندان کردن نیمشه مهاجر کردن نیمشه کشتن زهر دادن به خدا که من نفهمیدم که سعبلو نوری را چند آدمای دیگر زهر دادیان کشتیان من نفهمیدم نمی چند پیش این بدبخت داد تو بچم چخیت مخالف تا من رحمانوف به خدا تو بفهم من اگر مخالف ترام باشم من ترا نمیکشم تو چیز دونسته بگی من ترا گواره که چشم نگاه مینم 3 وقت اوقات جای خوب تلویزیونت میارم وای فایت میارم بدبخت نرمال زندگی میکنی این خلاکی عذاب فضا یا اون گتر سایه شپلاق نمیکنه فقط همین که تو همین آزادی محرومی همین افتا و نمیبینی خلاص در خونه تاریک یا لامپشکک موندگی اون همون قاب مثال مطرد چقدر که تو امروز در زندان ها برادرای ما را پدرها و خواهرها و مادرای ما را چقدر تو بدبخت عذاب میتید در زندان ها شو فکر میکنی ما نمیفهمیم شما زندان بانا گوش بکنه به خدا روز ساعتش وقت ساعتش میاد کو شما جواب سخت میتید خب ایجادا یک اپاشکا اومگی همین قبول میکنیم بعد آشنا تاجیکی من کی باشی خیلی میکنیم با خدا قبول یا دقیقه بیست خب سلام علیکم سلام علیکم برادر تلسوز انتظار خدمت آوازم رفت بله اوجه در برنامه سر تماشا کردن تا آخرشه من حیران مانده استم در طرف مخالفش هم در طرف من نمیدانم میگویید که چاپلوسو ده هسته مرایم پستوید کدگی دیگه چیز خواه کدگی ده ریال نه ده کدگی ده قضاوت خواه دارو ریال نه نویسته گرفتگی تهمت باختن همه چی کدگی لیکن یک چیز ده برادر خفه نشو بخفتگی این چیز همه چیز هایکو در پرامای افر دیگه چیز خوبه براوردن گریم این نه معناش میمونه نه دیگه چیزش فرقیت امام الرحمن که فرقیت ما کمترک دیگه خل شدن در کار برای نه امام علی چی کار میکنه همه میدوند مخالفای درون بین ما جنگ میاندازد همین خوره هر نمود میکند که چی میگه لبشکه میپرتاید همین خیلی بیوها کتی میافتیتون ریال نش ولی جو هستین باور میکنید گشت لبشه میزنه میافتین ریال نه چیز خوبه در بیگانه با کسی زاد با انسان باور کردن در کار نه من از خودم گذشتگی چیزا گفته استم در پیش از زندگی کدگی انسانه در باور کردن در کار نیست این چیز من سر خودم گذشتگی این چیز خوب برای همون یک کسی بیگانه کی کتی ایکو زندگی کدگی کیم چیزه کدگی خداشان میداند پروردگار عالم میداند این خود کم ولی زن یک بیوه یک همین با تو باور میکنی تو کم ترک خودت حرمت احترام کردگی انسان زنی کسی به هیکو باور نمیکنه اینا باور کن جوره این خفه نشه این بخفگی یک زنی کم که ها کتی گشتگی آدم چه خیلی باور کردی این عیب تو اشب که تو باور میکنی اشب که تو یک خودت رفتی انسان مرایم رازبار رفتگی من یک خودکم در چند تا آدم درنش من رفتگی من هیچ کار کرده نکن این یک دیگر رو میشناسی لیکن تو جای بیگانه هستی اینجا تاجیک ترا پدش که نمیکنه نخواد که همین درجه ده انسان فهمیش داشتن در کن طوری همین خیلی افتاده میپذی هیچ گم نداری حالی تو خام هستی حالی جوان هستی حالی میپذی هیچ گم ندارد میشود ریال نه همین خیلی مایم پختگی هیچ گم ندارد براسته باور نکن
در جغزداسمی در حتیه و در بغلت باور میکرده که انسان خوره گرفته رفته ندار حتیه به دوتا سیتا این چیزها یکم بار تو به که درس شود دویم بار همین کارت نمیکنی من طرف حکومت بایم گفتنی گپم که این خیل چیزها اوجه عصر 20 گذشتگی دیگه نمیشه ما همجم شدن ما در برای دگر دست گیری اپا نگاه کی میگوی که شما خطا کرده او زنک من نویست من نویسته گوشم همینجا هسته در کامنت یکم نویست که من مثال زنی جاویدانم خواهم خواهی شما صحبت بکنم تو گپ نیست تو من در لیچکم بنویسه در کامنت نه در لیچکم کامنت هم میبینم در لیچکم گفتم بنویس در لیچکم نویس در فیسبوک صحبت کردیم کمه بعد رقمی بگیم که واتساپ پرسید رقم واتساپ داد روز بگفت که بیا وو بخریم من درباره اونها زیاد دلیل ها دارم مقصد ترش میتیم اون گپ نیست من فکر نکردم که وای من میدونستم که وای زنی هوایی نه که جدا شدگیان مثال سگ پشکنی پاتا همی خیلی اینو همی کینو کردگی بدیم که کک به جدا اگر جدا نبودیم همون تازیره همون چه خیلی بدیم همون رفته زده تنها رحمت الله را میابور همی خیلی بگیم اگر خواستم پستا و بکنن یگان چی بکنن ای دستشان یگان کار نامد منم خواستن که برن در یگان جو معیب بکنن نه که خدا را شکر که این چیز نشید نه که من اون هفته بود برای امنو برنامه کردگی بودم من گفتم بیایید سری هم مسئله بیاییم برای قفای زندگی تون بشید کارتون ندارم دیگه نامی من نگیره من نامتون نمیگیرم نه این بدبخت ها پسی من بدین اینو میخواستین که مرا برای در یگان جو بشنونن نه که این دفعه او دفعه دیگر نمیمونه او دفعه خاطری را بود مثال من خواست نگرفتم که این دفعه کار میکنم که این همین آلمان همین 2 نفر من نابود کنم من در این گپ جواب میتیم اگر همینا من نه رویشون نکردم همینجا کو همینا اگر گم نشیدن همین آلمان مردم من نمی چیزا وعده میتیم که این چیزا که یک 3 ماه 5 ماه دا نمیشه این چیز قریب 1 سال دوام میتیم همین کار من میکنم اگر نکردن هر دمی آدم را کو من خودم همینجا میبرم این همین شرط من تا میگذارم این 2 نفر را اگر من همینجا نبروردم من خودم میبرم باور بکنید این دفعه را کو با او دفعه نمونه یک برادر دیگه برادر وحدت اگر چیز گفتنی باشی برادر عزیز ما آخری برنامه 2.5 ساعت چید اوجه بگیم که شام میشوه انشاءالله که سلام علیکم برادر الماس و علیکم السلام برادر سوزی برادر خوبی سلامتی خوبه الحمدلله همین توجیکو یک بیاد خوب برانده همین کور میگن یک بار در چو میزنن همین استوریا پفتری شد مقصد در این برادر رحمت الله چو ای همدیگری نمیآموزم چیزو را برادر عزیز من قطعی و یگان رابطه یگان چیز دیگه نداشتم و گفت که من دشمنی همینم من چند چیزها دارم میخوام که یه بار خیلی وا بخرم نه قطعی من وا خودم در کار نیست چی در کزت لیست داری داماد در تلفنم روی که داری پارتو نداری در کار نیست برنامه بکن نسبت همینو تمام برنامه میکنم بیا در برنامه ما چیزی داری برو گابزا تو کجا میره قطعی هر کس وا میخری خیلی خویدش همین خیلی خویدش خیلی یا بار برادر عزیز یا بار نیبور باید آدم وا بخره نه نیو که وقتی که میری میگریزی او رو نروای بهتره فهمیدی میدونی که زور رو میرسه تا همونجا میخیزی میری نه یه دقیقه گوش کن از نیو که همون اوقی پدرالی گوش که ایسان افیری تره من عبدالله نام دارم همون اوقی پدرها خوب مرا میشناسن بیا قطعی مویتی شما و بخره مایلی 3 کس می 4 کس می شما قطعی ما بیا و بخره بسر الماس نره زناتون هم قطعیتون بگیره بیاره فرق نداره کلونای مایده بگیره بیاره فرق نداره میشوه
بعد الماس ما قطعی میبریم زنو تونایت ترک میمونه درام بیرون. ای برادر عزیز من یک شعری نری مخالف ندیدم. همه مخالفا را دشنام کرد. اودان شعر نری مخالف ندیدم این خیلی گپ نیست. شعر نری من خونی تو رفتم ساعت 12 شام رفتم خونی تو ساعت 4 ساعت بگشتم خونی خدمت اومدم. نه برادر عزیز نه اومدم. نه برادر عزیز گپ در او چیز نیست. من پروستا کو اینجا دیگه گپ ایده. من پروستا اینجا نمیخوام بگم. اینجا در بسیار گپا و کارهای من چند بار دعوت کردم که بچه‌ها بیا ما هم سر یک همین مسئله بیایم. متاسفانه یک اولی وضعیت های قباد میشه. اولی تماشا کنید توجیک در اینجا. نه امی منافق هم میگم که امی منافق هم میگم که شما گپ داره رکورد داره بیا قطعی ما حل کنیم گپ خبرتون. ما چون شما را زنگ میزنم شما تلفنتون رو میکشه برای چی ما شما را میگم که بخیزه بیای ما سر یک پیاله چای میریم سر یک پیاله چای ما قطعی شما چای نمیخوریم ما تشنه نیستم ما خون شما را میمکم موقع پدرو بخیزه یا تو پیش ما بیای یا که آدرس پرایل پارتو که ما بخیزم پیش شما برام اوکی پدرم میگم یا آدرس پارتو نمرش چیه نو جوویدونا میگم یا آدرس پارتو میگه آدرس وокзал این پارتو بانهوف بسوف پاپتی سیدم همین اگر تو بخوای همین کارا من ارگانیزوات میدم برادر والله قسم تو خود اونا جویدونشم به همگان معلمای بخدا هیچ پرابلم نیستای درست نمیخوام که اونا وره جنایت بکنم نه این جنایت نیست این جنایت نیست میری یا زنش شومتی میخیزی میو جنایت نیست پروسا میری زنش شومتی تمام میگردی میوی داد چیو بیناموسان کی ربی بود بو میکول میروا الله خورتون کنه الله خور زلیتون کنه ولی به استما در خون شما تشنه ملعنتی ولی به که با که نمیرسه اودام با اودام میرسه همی یه جو میقفم چخرم که میکشم تون ولی به استش موقع قدرو نه باید تقوریه خم شنخه ایشالله کار بور دیگه اپا جا خودت پرزوان نکاپا ده حق مونده که تموم انشالله نصیب بچه‌ها این خاله که برنامه خوره این خود نیستوید ابشسته کردن همین خورا برو ورده شما ریتینگ این خورا برداشته استین شما میدونید همین خیلی کرده ریتینگ این خورا شما برداشته استین گوش کن در احمد این دیگه زمین قبول نمینم اپا بخدا قسم اینا جهان دونیست که اینا چیان شیطون نمیدونم من عقلم نمیگیره اپا که ترا پستا و بکنم یکم بیواره برم یا که نه برادر بگم که برای مینوسای و یا بگی اکو فکر من ای زنک تا گوشو مسیرم من بخدا کو زنک در من پرابلم نیست من بخدا خیلی صغیره نیستم که من الحمدلله زن کودکان قطعی من ای زنک سیرم اینا خیالش که اکم یکم گیشنم من رفتم قطعی هم زنک سلام نکردم اما دور در ایستاد من گفتم بگو دلیلاته گفت که خیلی خیلی صحبت کرده که جمشید خیلی جاویدان بگم که اومدن این کار امنیتی میشود این خلق کار من عقلم نمیتونه این کار رو بکنم این چیزا رو پرسیدن در یک بار میپرس عقلت که نمیگیره باردار الماس نره او خیلی جو نه برادر من ترا برادر مخالف میدونم مثال ما هم دیگر اخی تو دقیقا یا بار تو مرا دکزد که همه آدم مخالفن تو مرا دکزد که همه آدم مخالفن تو خودت فریب کسی چوکه است همیشه با فکر من نمیگم که من میگم که اونا یک پدن علتن مخالف نیستن مخالف نخوام من یگان محل به اویلایت من اگر پرابلم با تو داشته باشم با خدا قسم قطعی خودش چپ و چپ بینم من نه صدقه خاک پای پدر مادریت شام بگم که یا که اویلایت من پرابلم با تو داشته باشم خونگی تو چی پریچو میشه آخه مادخون پیتوخ ناموس نداره قطعی گیجو گپ میزنی ناموس نداره آدم جمشید شریف بچه جمشید شریف زنگ زده است بره بدبخت بره یوتیوبیا بفراد یا صحبت نه خیلی گپ نیست که در واتساپ همین یوتیوب رو بگو همین جا بدرو زنی هر مردکی اینجا زنگ نزن در واتساپ و اینجا بیا صحبت میکنی خیلی گپ نیست که تو با واتساپ تو عورتی جنایتکارو بروی
برای بگه که ما جنایت نکردیم، ولی انشاءالله که میبینه که پیش من بخدا شما را واقعا بخت دادم، نه که ایلاوزم گشتم. این کار رنگ دیگه میگیره. شما تماشا بکنید که چی گپ میشه. شما تماشا فقط بکنید که چی گپ میشوه. الماس داکیومنتاش بزیبه، الماس تاجیکستان روی میکنن، الماس کاروبارش کشای چیشی کار تو چیشی. شما الماس تز برآورده، الماس قاچاقبر برآورده چیشی. من نوار کردم که ایدی سیمی آدم هیچی ناومد. شما نوار نمیکنی بگه که ما گه خوردیم، الماس تهمت کردیم، نتونستیم یگان کار کرده. شما نمیکنی یگان ویدیو بگه که کم تانتره. میفهمی؟ من جنایتکار نیستم، جنایتکار شمایی. شما را با من دکزت میکنم. شما جنایتکار بدبختو، شما را من دکزتی بین المللی میکنم بدبختو. این خیلی نه. شما تماشا بکنید که من فکر کردم که یگان نفر مخالفا مثال من دستگیری میکنه، یک بگیم زیولینی میکنیم، یک چی میکنیم. متاسفانه یک مخالف پیدا نشد که بگیم که یک دست جمعونه، یک بگیم که یک همین алмаз чанд одам тара дар ин масъала зан зақатид гап зад. чуа мига пора гап мезанӣ? برادری عزیز گیجا شدن اما آدم‌ها. одам хита гуфтанд ки ту гиҷо шидӣ, дига изпарӣ чиди рафтӣ, дига ҳеҷ кара занг назадӣ, дастироғи ҳам кас нашидӣ. барои проблемаи ту ма буда омадимӣ ту худат як шак назанӣ. ман ай пеши худам чӣ мехезам кор мекунам. вақти омадиан хони ту омадиан тира нападат кардиан, барои чӣ ай пеши ту ма гап занам? тоҷико шумо гарани омӯхташ дегеда, бояд ай пеши шумо як кас дига гап зана. аввал худат ай пеши худ гап зан ки ба ай пеши як кас дига гап зана. тамом. همه چیز در این مردم با خدا قسم سنت چیده گایده. باید ای پیش تیم یا آدم دیگه گپ زنه. هی مردم خودتون ای پیش خودتون گپ زنه که یا آدم دیگه بخیزه ای پیش شما با گپ زنه. پیرویش اگه خودتون بکنه که ما ببینیم که همین آدم رفته است، ما در بر همین آدم بیستیم. در خونه چیتگی باردار ما بخیز ما پیش برام گپ زنم. فایرات که ما ترا میلیون گفتم خود توقع پیش یگان کس نره. فایرات که ما در همین گیر دیوانات می آدم فایرات که یک جویا بریم. خود توقع میخیزی گیجو میری تو. بعضی وقت میشینه خودتون خلقی سو میکنه، سوپرمن سو میکنه که با میره با میگریزه. اوخی چی در کره رفتی چی ریشت کردی اونجا؟ هیچی. من زدنش من گرفتم. او برای اون نمیگریزی. وقتی که رفتی میزنی دیگه، یا میمری یا میگوای میشی دیگه. ای برادر عزیز من 6 تا صغیره دارم. من انا اگر باشم برنامه برادر عزیز من با این اگر توقع باشم بیا ارگانیزوات کنه حکومت یا که این همین مخالفا، من یک به یک نه دشو دایر این قطیما من میگی 6 تا صغیره دارم. الماز میگی 6 تا صغیره دارم. فکر 6 تا صغیره را پیش رفتن میکنی با میری فهمیدی؟ ات میری با بعد رفتن با فکر میکنی. بچا من اونجا قطیبا یا استرالکا اگه نبودم که قطیبا ما خوب آخه درست قطی کدوم استرالکا میزنی نمیزنی تا یا آدم ابیشنی فرق میکنی فهمیدی استی؟ تو قطی آدم علاقه کدیس که خیلی خودت پدازیری بودم که شاید این پاستا باشه. همه چیز کنی دام نقطی رحمت الله شده. من همه صورت‌های هم بیوارم در تلفنم دارم. همه صورت‌های گولی و پولی همش در ما هسته. برای یه روزی ما بودم موندگیم که می‌بینم دیوس همه خپم با همین صورت‌ها رو در کنشون پیش میکنم. تو گیجای رفتی الماس برادر، تو ایما کلمی برادر حرمتت میکنم با خدا قسم. تو یا برادر اختار نمیگی برادرم قطعا خیلی آدم استرچ رفتیسم کدوم این نزدیکی باشه بخی پره بیای اجازه میریم. نه برادر عزیز من با خدا نیتم یگان جنایت آخه نه برادر نفهمیدم نیتی ترا خودت میتونی اخت استراخوفکا کنی. ما نیتی ترا فهمیدیم که نیتی زدنی نبود، نیتی زدنی نبود. ایست پس بگیم که زیرک میشیم ان شاء الله میفهمیم که یک نفر وقت فایرود بوم میکنه باید ما 3-4 نفر دیگه بگیم استراخوفکا یک چند متر دور ایمو بگیم که انتظار باشه که چی گپ میشوه. مثال اگر هم که دیگه تلخ بگیریم ختیمو. نه تلخ در کار نیست. همون دو برادر اختا بگی پروسه ختیمه بیا بریم تمام. گفتن نمیشه الماز میره کورچاد میزنه. با چیکار میکنی؟ نه با خدا من در فکرم نبود که اونا میویان.
آخه در یکی- فکرت نیست که الماز نیو که نمیخوام من در فکرم بی چیزا برام نبودن بعضی وقت که اون میگه خیر من رنگی مردک میرم گپ میزنم نه کل در دنیا دیگه مردک موندگی نیست پشتی میره کورچات میزنه میره تلپا میزنن تا آخه تو سوپرمن نیستی که هم وای بزنی بله نه انشالله که خوب کاتوگی تا میشه. دیگه نه که الماز همونو مردک باشن نه تو خود شاهد هستی الماز من اونو میلیون بار گفتم بخیزه بیه همو میایم روی اوششون سیا آدرس وокзал میپرتیدم ما تو آدرس خونه تا آپارتمان وокзал کی جو میرم پیشی و تاد میرم پیشی اپاد میرم اونجا اخی اینجا در واتساپ زنگ میزنه تو مردک باشه بگو بدروش نه صحبت اورا کن. زبلاکی رو وقت که الماز والله قسم اینو بات پرابلم است زباد میکنن یورا زبلاکی رو وقت که برو نه گفتمش من همون آخرون دفعه چی گپ زدم من گفتم کاش دیگه من از زنگ نزن من جوی چم باشم همه جا بلاک میکنم دیگه بگم مردا فقط کن همونو مردا کن والله قسم من ترا میلیون بار گفتم که الماز همونو رو بوکیش مو مردا که یا آدرس پارتی مو میخزی مییم یا که ما آدرس تو پارتی بخزی بیوی کار خلاص میشه نه ملیسا کشک میشه دیگه نه هیچی با کورچا میای با توار میای با چیز میای نمیای بخزه بیوی بخزه بیوی بشینیم صحبت کنیم که شما کیه پیش کی بدن او با در اونجا معلوم میشه فهمیدی لوبوی کس با تلفن میتونه زوری کنه بخزه بیوی پیش صحبت میکنیم من اوداف یک بیک از جمشید وا خوردگی بودم نکی ایداف پاتون نگاه که تو کیا جنایتکار برآوردی جنایت همین دز میگن بز میگن بانگی میگن اراخر کل میگن کورا کور همین دز بز میگن بگم که مخالف میگن وطن فروش میگن خوین اینا یگان نمیشه که خوین قهرمان بشموری این چیز غیر امکانه به همین خاطر وقتی که یگان چیزتون میگن شما باید خفه نشه برای که همین چیز زسلوجیت کرده شما لایق همین چیز هسته شما که هم چیز شما را میگن برادر عزیز تشکر زیاد باور که همون برادر الماز درت الان گابونو یکی کراچی گپ خبر میشه پیشکی زنگ بزا یک جویا برمی خیلی خیلی توقع نخی اگون جونا را تمام میشالله یه روز دقیق میغلطم که با که نمیرسه اودان با اودان میرسه همین به پیش برومات با کون چشکوف میکنی میگذری میره الان گابونو بوش الماز خدا نگهبان خب جد چند کسا کامنتر کردن میگه خنده را سیس کردیم خب ای برادر که خط واتساپش گرفتی و علیکم السلام شکر خدا حاضرش خوبیم او رحمت شکر پروردگار من خوبم برادر اوزی من رفته سرم یوتیوب دا بله گوش کنده برادر کشتی دوبار تلفن کردم همین میدونی که همون دو تا پدرازو به روبان مکوره او با امید او بیوشی چی نروشه نگرگه من اینجا کار داشتم من نتونستم آخری برنامه من دیدستم هم قاسم وایرون شد آخی دایله این ایرانگی لعنتی و گرفته پسایی دید نکنن برای اوه کانتر آدم زیرک میشه و کانتر روشور میشه و بعد اینجا تاور و تیشه بو یک برادر دیگه تاور تیشه بتیسه تاور تیشه یکر افزور نوخی تاور تیشه یا هرچی نمیدن آدم بوریز خیلی نمیشه و آدم کانتر زیرک نه برادر عزیز من بخدا نیتم جنایت کردن نیسته بخدا من آمادم که به هر جمعی انسان ها یک به یک نه هر دشو به یک خدم من آمادم قطعی اینو بزنم اگر اینو جنگ میخوان بخدا من ترس ندارم برادر عزیز من گوشام بنیم شکستگی من هیچ چیزو ای میداکیم در جنگ کلون شدگی من جنگ نمیترسم یگان پرابلم نیسته نکی پروستاکو پاتستاوا کردن این تو من جمشید زنگ زدگیم که من میام پیشه اینو من گفتگی نیستن که ما خط وا میخریم اینو از زنک وای کردن که من خطی و زنک وا بخرم با بایا بیان اگه چی اگه خیالی که من زنک اگان چی میگم ما زنک گفتم بیا دلیلات برای جمشید جاویدان چیه
تمام همه گفتم گیم بودم که دیدم که جمشید خیلی جاویدان اومدن تمام من یگان چیز انا که من گوش کن برادر آخی برادر نمیشوی خیلی وای همون آدمی وای خود شای همون زنک قنچ لعنتی وای زنکو فتره میپچونم تگوش اونم پیتای داشت یکون چی نمیپچونم تاگوشا خیلی زنکو پره وای شورشنم در قرار وای پاستا کرده میبودن فهمیده میبودن اونم خیلی هر هیله نایران کتی یک کوری میکنن که شکست میتیم برای وای من نمیگوشم میدونم که زوری آخی و دیگر رو میگیرن شکست میکنن چی پیتره میپفتن تا اون کور میکنن یا خیلی میکنن که همه جدید میکنن تمام یا کوری میکنن تا که برابر در همونجا پرابلم هست میکنن در همون علمان بعد چی میشود؟ این کوری امنیتی همش برادر من توی درجه فکر نمیکردم برادر بخاطر آدم سودا نمیشود برادر الماس اکجون تو برادر الماس کی روزگوی هستی مثل ناموس هم میخونی 5 وقت همین انسانی که ناموس هم میخونه 5 وقت که روزگو هستی در دومی هیله نیرنگی نمیشه لعنتی و گریفتار میشود چیکار میکنن شکست میتین میگیرن یکون بلود گریفتار میکنن همین که قدرت قوت مثل آدم مثل دورم میگی میزنن آخی مثل هر کس هم داره چنین خودشیاره چه خدا داده ای چیزا لیکن که با دیگر رو تیا میخوان که یک کوری کنن که پستا کنن یکون کوری کنن که دوای انسانی که مثل میگی که من آوازی بسکیست که من میگی یک کوری میکنیم که همین هر دوشه همین خورج میکنم همجا این گفت وقتی که میگی گفت آدم نگفته میکنه نه من یکم هیچ شو گفتنی نبودم برادری عزیز من گفتم برام بزن چیزی نه قفا زندگیشون شوند بازم همون بگم که امروزه همو زناشون باید باریزگاه بیوه نشوند خاطیرا بود نه که دیگه خاطرم تمام شد دیگه برای که بگم که ای خط قرمز گذاشتن اینا دیگه خاطر یگان چی ندارن اگر کسی پشت اینا میخیزه من به خدا کار دارم قطعی همون نفر رو فرق نداره لبای آدمی که پشتی همین جمشید جاویدان میخیزه کو به خدا قسم رحمان فقط طرف میگذارم قطعی شما میزنم رحمانوف تو بس شرایط کردن که من کسی پشتی نوای من قطعی اینو رازبیرات سمینم باید بسر ترم میام رحمانوف به خدا قسم من ایده با او دست من میمونم Hama çekişe ona şahobara gıhra be o buzukina ilanatio ne taraftori ne sidiye mumali lanateni namu odamu ya amniyetiyani yolanatio ama o çayılan ino bakhotina nesta dashi hilay nairan ka tabarnume akay Muhammad Iqbal durumat akay Muhammad Iqbalan insoni ki mani ros megay dar 5 vaqt namu shaki khon روز که گفتن اداره صدیق باشه در هیله نیران نمیخوای لعنتی و گریفتار میشود یه چیزا من دقیق میگم دولت که سامانیان و ساسانیان و همین ایمپریای فارسو بوده همینو برای چی شکست خوردن همین فارس مردمی فارس دانوی با سعودای الله داده یعنی قدرت علمای با سعودای سعودش هم چنان با قوتای مثل دانشمندای 5 وقت نماز چه میخونن مثل نر خروز بودن چیکار کردن باباینشون در اومدن شیطانی هر یک روبو شغل دیگر ملت همش شغل روبو لعنتیو عربای پیدرا تمام برادر عزیز انشالله که همش خوب میشه وقتی نمازون شده یگان رفته است توجیکستان هم نمونده یا منقی که لعنتی ممالی لعنت کرده الله همه گرفته جزیر کرده با همون عقلی که نداره اوخی انسانوی که عقل دارن عقلشون گیرن در کنشون زنن همین نوردین کبیری چکو کرد اوخی بلد همون چکو کرد همه گرفت جزیر کرد میتونست که دامتون گیره و بیدن هیچ بین ازاد گیره همه هیچ بین ازاد گرفت جزیر کرد پرچه اوخی همین عقلی با فکری همین خودم خلاصه عقلی با همون منی خود من مفتیسم نوردین کبیری میتونست که همون لعنتیه اگر من این نوردین کبیری ثبوت میداشتم اگر امال کروز میموندم مولی همه آزاد میشکن اگر که من میدونستم که در تاجیکستان میدونستم که برادر عزیز باز هم یه بار دیگه میگم که برادر عزیز
برادر عزیز برادر برادری عزیز آخه همیت بحثش منی همون کبیری را بحثش منی یا نه برادری عزیز همون مردک همی قمتونم مبارزه کرده من این همی قمتونم هیچ که سوپرمن نیست گفت همین برادر عبدالله که یه نفر همه را بزنه کبیری توقع چون ما دبری کبیری نبودیم در وقتش اگر ما دبری کبیری میبودیم امروز کبیری به این حالت نمی اومد ما دستگیریش نکردیم مینوسی باید ما را هم باشه وقتی که ما دستگیری نمیکنیم برادر عزیز در وقتش بعد امروز باید ما سنگزنی نکنیم باید مردم هم من میگم که 50% رحمانوف گناهگاره 50% مردم نه اینکه 100% رحمانوف گناهگاره وقتی که رحمانوف ظلم نه چون مردم گپ نمیزنه به غرض تو نمیدونم نه برادر نموش فراموش کردم یک برادر دیگه با محمد تقایف نمو یا مسافده یا تا ریولوشنر بعد یک دو برادری مخالف میبرن در برنامه اشتراک میکنن خلاص برادرای عزیز ما با همین 4-5 نفر 500-600 نفر ما تماشا داره در محل جنبرایی بگیم یگان کار نیت نداره یگان نفر کنن 4-5 نفر گپ میزنن 2 نفر دیگه در واتساپ زنگ میزنن خلاص برادرای عزیز این تقاضی کو با خدا یگان گپ نمیشه من گفتم کو 85 بالاش ای دنیا میگذرن بعد یگان چیز میشوه باور بکنید یگان چی خیلی گپ گفته سیکو برادر این کار نمیشه که 50 سال دوام میکنه این خیلی نمیشه همین رستم لعنتی بیاید رستم لعنتی دفع میشه همین گپ نداره اونم زله کرده همین رستم لعنتی من درون اگر که صبح سلام درون همین رستم من جارس شمه رستم دفع میشه شما یک گپ میفهمید که اگر کی دروه خیلی میشه یک کدومید مرد چی مرد هستی را درون که من میرم من همه شب پیش میمونم من ایجونو میگذارم اوخی همه اوخی همی وای فورای برادر عزیز کم ترک سبوک بشه برادر عزیز منم همیشه یکم گرنی بودم یعنی اگر یکم برنامه‌های من همین برنامه‌ها میبردم صحبت میکردم یعنی گپ میزدم از یواره تماشا میکنم کم ترک خیلی زیق میشم که من همین گپا را گفتم سراسیمه نشه برادر عزیز تو او پارا تماشا نکرد من گفته هستم که من آمادم که لبای همین مخالفه کمک بکنم یک نفر از زیاد نه یک نفر کمک بکنم به همین اروپا بیا این همین جای من شتگیم کو این همجا او طرف نگاه که صحبت بکت بعد میفهمی که چی گپه شما او پارا میسه خیال میکنه که کار باری ما دیگه اکه وازی نیم پگه پیروارات میشه در تاجیکستان نه برادر عزیز ایجا بیا او پارا را بین شما او سمه بینه فکر میکنه که او جنگه نیم پگه در تاجیکستان اکه میره رحمان فهمه گیرن نه ایس بیا ببین بعد نگوی او الماس گپت ندارم بخدا خم تبزن یا که محمد اقبال یا که اشورف یا که نه همین برادرایی که مبارزه میبرن در این برنامه‌های زنده هستن بعد میگه که شما قند تو نبزنه که با او صبری شما و با این قدشنام و اخوراتایی که شما را میکنن شما شنیده که من یگان نفر را نمجا دشنام بکنم گوش کن برادر اشانی که ایجا مبارزه میگی کو همین مبارزه همین خودشون نشون میده دیگرشم من با جز محمد اقبال و مرحلی قوات دوتا همین دوتا کانکریت می حرکت میکرده که وای نمیترسید این محمد اقبال صدردین این علمش سوادش مردمه استخون با استخون همه بدور کرده که این وای نترسیده لبوی طرف میگشت وای خیلی بود وای وحشه گپ دمسوز بود و علمش سستر بود لیکن وای وحشه بو نمیترسید وای خیلی کشتن لعنتی و این محمد اقبال دوتا کانکریت مبارزه سخت بود اکو دیگروش پرنا میدونم بعد که گویی که حسین اشرف و مردین کبیری من قبول ندارم حسین اشرف من قبول ندارم بعد سورو بزفر با ایگوی بسیار باید پرسانی یوشه سالمو انم نوادیه که تولدش انوای سودی قیداروش من دیگروش قبول ندارم بسیارش عقلی خودش کتی سوادی خودش کتی فخر میکنه فهمیدی
برادر عزیز تمام انشالله که همه خوب میشوه. برادر عزیز 2 دقیقه گفتی من وقتی نماز شام شده باور که 5 دقیقه نه 15 دقیقه بعد که نماز شام دما قضا میشوه. و همین خاطر برادر عزیز من این برنامه نمیپرسد او دنیا خداوند که تو برای رحمانوف مبارزه بردن بگیم که این نماز این برنامه حرام میشوه. در فرهنگ ما در دین ما باید در وقت نماز تو باید نماز بخونی. اگر یگان برادر در استودیو میدرمد صحبت میکرد من نمازم میخوندم میومدیم دالش صحبت میکردیم که متاسفانه یگان نفر نیست. و همین خاطر میگم خداحافظی بکنیم بریم قفای ذکرمون بشیم. خب 1 دقیقه گپ بزنم برادر جون. تو میدونی سببی همین پراکندگی مردم با در چیشه خیلی یک طرف دنیا نوتینجای روسیه در وضعیت بد گرفتار شدگی مردم که بسیاری مردم در روسیه وضعیت اینترنتی یوتیوب همش جزیره شدگی ای طرف ای چند طرف همه جزیره مهاجرو در روسیه همه در بدر خود بدر تای شتای پولیسوی روسیه لعنتی پوتلر گرفتار شدگی ای اونجا توجیکستان اوی ممالی لعنتی ظلم میکنه. و میدونی سبب همه بدبختی یعنی مردم پراکندگی مردم در چی سببی همه پراکندگی مردم در همین ای که برادر من هم خیلی نیمه خدمت انانی مخالفونه که یک دیگرش که شک شدن ایش گفت که منظورم ایش گفت که منظورم خودپسندی کردن یا دیگرش که دروش بمیستن. برادر عزیز 1 دقیقه بچید خدا نگهبانت بچه خیش بخدا نماز قضا میشه کو من بخدا برای من همین شعر کرد فرض شام کو همین دنیا بی های بخدا اگر رحمانوف همین حاضر چپک نمیکنه همین وقت نماز من چپش نمینم برام نماز نمیخونم. به همین خاطر خدا نگهبانت انشالله در برنامه آینده کمی با بر وقتی بیا صحبت کنیم. ماش برادر الله نگهدار باشد دیگر در ایله نیرنگ هر کسی که خدای نکن تمام هیچ کی باور نکن. تمام برادر عزیز مال اومده اینجا برنامه نکنی و یه دعوت نکنی. تمام برادر عزیز تمام خدا نگهبانت. مال خب برادرای گرامی سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. صدای من است؟ الحمدلله. بیا برادر عزیز خوب اینه که وقتی نماز اگر در صدقه اگر همین تاگون چی نماز به هم خاطر میگم که برای نماز تبخون بیا برای هم خمد رمضان که خود برای نماز برام تا برک ما صحبت میکنم اینجا نه که نمیدونم که ما چه قبول کنم بعد که کی میدروید هیچ قبول نکرد هیچ قبول نکرد همین 2 دقیقه امر معروف که ان شاء الله من میام من شمال رو میخونم نماز اجازه از من جای طوری کنیم یگان صورت رحمان و یگان کسبمون میگه صورت رحمان من فکر کردم از اینجا صورت یگان کسبمونه دیر نکه کی گفتی همون گپو اینترنت منو خوب نیسته برای هم کمان هم وقت نمیدرم اینترنتم که خوب نیست نمیتونم درم در اینترنتم انشالله که تمام اینا که چه ختم میمونم کارش دیگه یگان کس نیافتم خودت خوبی. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که بیننده عزیز گرامی خوب صحت و سلامت هستید و واقعا هم در قضیه هایی که امروزها و دیروز و قبل از دیروز شاهد بودیم در سفر امام علی رحمانوف با بدخشان من تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 10 تا برنامه رحمانوف و آخریش و ملاقاتش با مردمی پامی را تماشا کردم. واقعا به یک وضعیت و حالت هایی که مردم امام علی رحمانوف و حکومت غاصب و قاتلش گرفتار کرده است این وحشانیت آوردن بر روی مردم با وحشت حکومت داری کردن حکومت داری که در او وحشت و دهشت و یعنی رعب و یعنی بدبینی را باید که بکارد. یعنی من زورم اینمی خیلی میکشمتون اینمی خیلی
یعنی که بخوام میبرم بچه‌هاتون از زندان میکنم، میبرم هر کاری که انجام بخواهم میتیم. قدرت دادستم، ملیسا دادستم، امنیت دادستم، حکومت یعنی که ولایت خود مختار دادستم، یعنی که اجیر یعنی که شیطانم هر فرمانی که براشون بکنم، یعنی که بدون یگان مشکلات امر من اطاعت می شود و 100% من گوش میکنند. باور کنید وقتی رحمانوف صحبت میکند، نظر به صحبت هایی که در دنقره میکند اگر اهمیت داده باشد کدام در همین سفر اخیر رحمانوف، و خدا قسم در چهره همون افرادی که مقامداری همون پامیری در زلها و در تالارهایی که در نزد رحمانوف بازوری جمعش کردن، یعنی یک بار چهره همون مردم نگاه بکنید، اون چهره را امکان ندارد که یعنی پوشانده شود، امکان ندارد که اون چهره که مردم در اون وضعیت های قرار دارند اون چهره ها را کامera به شکل هم یعنی پنهان کند. همون وجهی یعنی با یک شکل و با یک چهره خیلی یعنی نخواهم نفارم از در پیش رحمانوف شیشتگیان. حتی در صحبتی که انجام داد آورد، انا دیدید من شما را چی ساختم، انا دیدید که من شما را یعنی که چگونه مثلا یا شرچک وحدتتون روز کردم، ای سالی مثلا پیش تو حاضر را ایجا آباد نبود من برای شما مرکز نوحیه روز کردم، انا من این کردم، انا من آن کردم، در حالتی که مرحوم آقاخان ایچار خدمتایی که با مردم پامی کرد، رحمانوف با همین حکومتش و تمام مردم تاجیکستان قد 10% همون حکومتی مرحوم آقاخان ایچار نکرده بود، ولی یک بار مینت همین مردم نکرد، غیر از چهره بشاش و خندان، غیر از اینکه با همون مردم، نه اینکه آقاخان ایچار مرحوم با مردم پامی را باشه، با تمام مردم تاجیکستان هر چی که تونست انجام داد. ولی باز هم این یعنی که پلید رحمانوف با در قضیه همین آخری که صورت گرفت سال 2022 که از سال 2012 به این طرف رحمانوف یعنی یوریش برد و قتل کرده و هر جنایت انجام داد و آخران یعنی قهرمانان پامیری را در سال 2022 با بدترین وجه یعنی که به شهادت رساند و نقطه تمت و نقطه یعنی رعب و وحشت در دل مردم پامیر جای کرد. با خدا قسم الله شاهد است، شما هر یک کدومتون چهره همون مردم در تالارها نشسته را یک بار نگاه کنید، حتما زن نشسته است که یک خیشش زندانه، حتما یک مرد نشسته است که در یک وضعیت بد یعنی که اویلش یا در روسیه یا در اروپا یا در امریکا یا در مکزیک یا در هر نقطه دنیا گرفتار است. به خاطر چی؟ به خاطر پامیری بودن. اونه که در اون پامیر باقی ماندگی این قدر مسافد، این قدر افرادی که خوب دیگه دستور پیشی بر گرفتن و در خدمت رحمانوف قرار دارن، ولی این نمیتونه دلیل شده که یعنی گویا که رحمانوف با بدخشان یگان خدمت کرده باشه. رحمانوف با بدخشان خدمت نکرده است و امکان خدمت کردنش هم نیست، ولی خوب دیگر خودش پبیدیتل میدونه، خودش قهرمان میدونه، خودش پیشوای ملت میدونه، خودش شخصی میدونه که گویا او کارهای انجام داده است برای این ملت و برای این مردم. با همین خاطر است که یعنی وضعیت مردم دیگر در تاجیکستان یگان انسانی سخنور و در مقابل این رژیم کودن ظالم دیگر یعنی که باقی نمونده است. هر چی که میگه یک بار با همون تلخای ای پشتی یعنی که رحمانوف می آمدگی دقت بتیه، شما فقط پخودکوی یعنی که رحمانوف جای خودش، ولی همون تلخای ای قفوش میاد دستور را یک نمود گرفتگی ره میگردن، میگفته باشی که زوایوتلا ره گشته استند، میگفته باشی که افرادی که زوایوت کردگیان، جنگ کردگیان، منطقه را گرفتگیان، انا همون خیلی ره گشته استند، یعنی فاتحه و ره گشته استند، در حالی که واقعا هم یعنی این یک دهشت است، واقعا هم این یک بدبختی است که ملت و مردم در چنین وضعیت حالت بیارن قرار بتین، ولی باز هم یعنی صدای بلند نتونیم کرده. از تمام برادران، از تمام خواهران، مادران پامیری واقعا هم طلب میکنیم که در نوشتن نامه از وضعیتاتون در پامیر، در اون حالتهایی که داره، مقاماتی که رحمانوف با شما انجام میتین،
در پامیر باید شما نویسید، باید شما وضعیتاتون رو پر نویسید. چرا؟ چون که امکان ندارد که اون وضعیتایی که شما در اونجا دارید مردم همه بفهمند. ولی اگر شما نوشتید، ولی اگر شما وضعیتتون پر، افرادی که ظلمتون میکنن، افرادی که تحقیر میکنن، یعنی که مقامداری که جنایت میکند، چی او پامیری است چی او از طرفی یعنی که پایان آمدگی، باید شما نویسید تا اینکه مردم واقعیت و چهره های اصلی اونها را بدانن و بشناسن. اونمون 2 نفری که نوشتگی بودن در برنامه نامه ها گذاشتیم، دیدید که نتیجه ها نوشته ایستادن که نتیجه خیلی خوب شد. ولی پس وقتی میبینید که نتیجه هست چرا نمی نویسید؟ چون که باز هم وحشت و ترس مردم فرا گرفتگیه و این از بدبختی مردم که اهمیت نمیتین این مسئله ها را، ولی بالای خودشون یعنی که چنین وضعیت های بد میارن. خب بله برادر یا جهان تشکر برادر عزیز. خوب من تمام کردم گفته گپای. تمام من خداحافظی میگم بکنم. چند نفر اینجا بودن. من اینمی بیس عکس مشکل ندارم، یعنی به عکس مشکل ندارم صحبت کردن. ان شاء الله این ندیدید که صحبت اول عکس که موندم با عکس که ببرم بعد میچسبه دیگه مشکل میشه صحبت کردن. با همون خاطر است که نمیگم در برنامه‌های برادر، ولی در اصل هیچ مشکلی وجود ندارد در صحبت کردنم. برادر عزیز نگاه بکنه که اهمیت دادم. ما بسیار تنقید کردیم اینترنت تاجیکستان و فیلم که همین بیک صبور همه اروپا دا با فیلم گفت که همون اینترنت هاشون دارن که اینترنت های ما بکنه. باور که در نیدرلند، در همین آلمان، در فرانسه یک نمود شیرگی همین اینترنتی باور که در واتساپ گپ میزنی میچسبه. چی بلای اومدگی همین واقعا هم چی ویروس اومدگی برای همین اینترنت که به حد اینترنت ها سس شده. من 1100 مگاپیکس سکونده خیلی اگه همه زور شه 180 یورو. این هم باور که یلی گپ لحاظ اینترنت خودت خشروه. در ما حدود همو آغاز جنگ ایران بود 2 روز تقریبا شرکت های اینترنتی کار نکردن، یعنی که چسبیدن همین وضعیتی بیزه پل سپردگی دوباره دعوت میکنه خطت میاد که بیا پل بسپر. او میگیم پل سپردگی ما پل وقتی پلگیری نیست با همو پل سپردگی تروی میکنه. میره کمپانیا میگه که این پل سپردگی خوب دیگه عشیب کرفتگی، ولی ایمیل با ایمیل میاد که پل نسپرده بیا پل بسپر. یعنی که اکی تری چیزا بله وضعیتای ناگوار واقعا وجود دارد. خداوند که وضعیت بهتر خوبتر کنه. اگر این وضعیت سیاسی که رفته است، یعنی که نمیدونیم که چی گپ میشود با نزدیکی ها این صحبت های پوتین اگر اهمیت داده باشد، یعنی که بعضی از صحبت های کرد که خیلی یعنی برای ما او قدر یعنی که خوبی نداره، چون که جنگ بازم بیشتر کردنی است. از این طرف هم یعنی که بعضی از حالت های شدید است که نمیدونیم دیگر که با کدام وضعیت یعنی که مردم میبرن قرار میتن. روسیه روز به روز با عالم خطا میخواهم بسازم برسا. متاسفانه ما بله عالم خدمت نتونسته سودیم ساخته. تا انشالله که به عمد پیروزی انشالله امیدواریم که این مردم ما بالاخره یک روز ما را درک میکنن، میفهمن، یک کار میکنیم. خدا کو بیای چند باشید میگم مردم تا که شما عذاب میکشه در روسیه در دیگه جو. بله واقعا هم خیلی خوب. دیگر وقت نمیگیرم. اگر اگون کس گپ زدنی باشه گپ زنید. خوب دیگر شما تمام بس میکنید. نه یه نفر دیگه هست اونجا سفیر دز. خب کو سفیر دز ده بدرو کو قچ گپ زنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قطعی خودت گپ زد مالش. خب قطعی این فقط در سر سود من گپ میزنم دیگه. این بخدا من اینا بخشی دادم روز 21م نکی بخدا قسم اینمی چی کاری ایدستم میکنم. اگر کسی اقفو هر دین همین انسان ها باشه کو والله قسم دروغ نمیگم رحمان فیا طرف میمونم در حق اون همه آدم کار میکنم. فرق نداره اپشش کبیری
گروه 24 نمیدونم محمد اقبال کسی نباشه در پشتش کو به نام الله من خلق کرده من رحمان فیا طرفم تا میگذارم تا شما را طرفه نکنم زید رحمان دیگه مبارزه نمیبرم. ای بچه من پیش پام توزه نکنم خور خصم پیش رفته نمیتونم. امروز اومدن همه به خدا بدبختی کو در بین این مخالفا من در پیش گنده تر در پیش من نمیدونم اشورف در پیش من گنده کردن یا که من در پیش اشورف یا که این همه شور شیطانی هر جمعی آدم اومدن به خدا دختن ما همه بچه‌ها قطعی در همین کردن و چی پیشیدن و چی همین روز لطم کردن. ها سبحان الله. همین روز دعوی بدم شهری همون کاچی بگیم این پسته و بده همون زنی همون کی نبود و هفته گفت که من نسبت اینو دلیل دارم. من گفتم گپ نیست خیلی پرتو گفتم گفت که من نخواهم که وا بخرم قطعی خیلی نمیتونم کارشیده این پرتو دگوار کرده که بدیان که وا میخریم ده من در فکرم نبود که این جمشید خیلی جاویدان اونجا میوه باور که خیلی میرم میگه که نو ده هنگاب زدیم که اینا اگه جای اومدن پیش دیولک برمدن نمیخواه خیلی همش زد که اگه خیلی مرده کم یامش نیمش نیزنن یا خیلی جنگ در باید بزنند که خیلی نیست که او دفع من بگم که زدم وی دفع این رشا شدیم کراچی خیلی جمع شد کراچی نیاجد نزد یکمش دیمش که خیلی بود من آماده هم که به هر دیمین یک به یک نه هر دش در رینگ فقط سودیای عادل باشه که مثال خیلی بگم مثال فقط همین مو باشه عادلانه بهابتیا همون خیلی گپ نیست که مثال من بترسم من بخدا هم گوشام شکستگی هم بنیم شکستگی ملت تاجیک همه وقت انا همین شغالا شربچه‌های تاجیک همه وقت شغالا هم تری کرده گن همه وقت شربچه‌های این ملت انا میتا ای پشت از قفا خنجر شو زدن هیچ وقت در مقابل شرمرد این ملت او آدمی که میخواه جنگ کنه شرمرد جنگ نمیکنه شرمرد هم میشناسه ولی شغالایی که یعنی که به هر شکل میخواه که ضربه شب بزنه از پشت انا میای وضعیتی یعنی که ملت مردم ما به همین حالت آوردگی رساندگی چون که رحمان خود شغالای و کسی که یعنی که با رحمان و فس انا خیلی شغالی را یاد میگیره در حالتی که مرد باید مردانه کارشاب کنه خیلی که دیگه من او هفته گذشته بود خاص برای همینو برنامه کردم تو بیای مرده گوره صحبت میکنیم آخرون گپ زنی تو این فکر میکنم من اگر پرینسیپ دارم برادر محمد اقبال در برنامه من مثال اسدالله علی نمیوه اسفندیار نمیوه مثال جمشید قطعی غیورزاده نمیوه اینا برای من 4 نیست پیسکن اگر من قطعی اینا گپ زنم значит من قطعی همینو همکارم مردم به من اعتماد نکنه من نمیخوام که قطعی اینا صحبت کنم در برنامه من برای اینا صحبت کنم بره روتون برهتون سیاه مخالفه برای مخالفتون بکنید نه که بدبختا شما حتی بدونه که برای این کاری که این روز شما کرده کو من چه قدرت دارم کو یعنی چه دارم به خدا تردید میکنم که همین شما را کو یک طرفه بکنم ایتسا دانسته بگیرید به خدا که من شما را بخش دادم ما چند سومه دادگیم کو جمشه در وقت میزوی در یکان اوگل میره میشینی کو تا یه برا میزوی 100 سومه داده باشم 200 سومه تی 1000 سومه داده باشم 2000 بیار میزوی میتی خیلی نه در اوگل میشینی پل میزوی من تا بدبخت من به خدا برادر عزیز نمیقدر من مهمونداری میکنم مردم من به خدا کو چیزی میکنم از برای خدا میکنم نه که بعضی محل نگاه میکنم حتی اگر با من پرابلم داشته باشی برادر محمد اقبال مثلا زن بزن قطعی من شپ که یکم پرابلم نه پریچو میگه زن بوده که من پدر و مادری من که من با مادر من نمول سفید نخریدم تا همین 2019 را بگیم پدر و مادر من یاردم کردیم من یکم چی نکردم بجای که من خوبی بیارم گندگی آوردستم بعد و خیلی برادر عزیز باشه بخیر کن سلامت باشی برادر الماس خب ان شاء الله که فردا خدا خب
نوری بخش استاد سلام. در دهن پدریت نوسکی تو بدبختی کافیر جمشید منافق او هفته من ترا دعوت نکردم بدبخت با چند اکاونت یا قیمت را بلاک بکنی تو پد چه خیلی تو میدوی میدروی تو مسلمون نمیشه. من فکر کردم که تو مسلمون میشه میره قفای کارت تو بدبخت نه یا سری منم گرنگ نکه فهمیدی بر روزای نزدیک ما ایشالله با میخریم دور نه ایشالله ای دفع با او دفع نمیمونم. من شما را پیشکی خبرتون بکنم که یکان ادوکاتی پلاکی بگیره او دفعه ادوکاتی به پل گرفته کارتو قرار نگرفت کو مثال چخله نتونسته دکازت کرده کو انا که ای دفع میونات رو ببنده دکسه زناتون رو بیوه نکردم نوم الماز نی تماشا کنی بدبختو شما بدبختو من نمیخواستم که یگان کار بکنم نسبت شما نگی شما را نگو شما بدبختیو که این برنامه رو تماشا نمیکنی ما برنامه کردم گفتم بیای صحبت کنیم آخر تاچکا بمونیم بریم نه اومده بازی میاد روی تیمه میکنه نوری وحش میمونیخته نمیدونم چون چی میمونیخته بره ایدم من نبروی بخدا ایدم من نبروی که کارو بارتو دیگه میشوه بخدا. خب برادران گرامی قدر اینجا یک جهان تشکر کسانی که ما را دستگیری کرده عادی اجازت ندادی نمیتونی در اومده. خب برادرای عزیز آخر سخن کردنیم 3 ساعت چند کشید باید من 2 ساعت گپ میزدم میرفتم یکی متاسفانه همین کشید. خب چی گفتنیم برادرای عزیز به طرف نباشه دستگیری بکنید. دستگیری شما چیه با ما بپیوندید بیاید در صف مبارزه بپیوندید باور بکنید روز به روز وضعیت داره وزمین میشه برای ملت تاجیک در روسیه در دیگر جاها. به همین خاطر باید ما یک کاری بکنیم که آدم واره زندگی بکنیم نه اینکه در بدر نه اینکه در عذاب نه اینکه در مشقت نه در تاجیکستان درست زندگی داره نه در خارج. به همین خاطر میخواهیم که برادرای عزیز ما میتونیم که زندگی خوب داشته باشیم در تاجیکستان. راست شما بیسته نگاه بکنید که تیلا آب پخته سویت لباچ ما داریم. برادرای عزیز ما گفتیم رحمانوف همه الیمنت های مندلیف داریم ما همه چی داریم ما مردمی زحمتکش ما خودمون میتونیم بکنیم. راست اینا قدر تیار نکردن اینا نکردن آبادی ها نخواستن اینا باور بکنید. ما انشاءالله یه وطن میسازیم که آرزوشه همه همی شما داره برادرای عزیز. بیای به خدا در برمون باشه بیای یک کاری بکنیم. بچه ها داخلی تاجیکستان هستن بیای یک 10-12 نفر در داخل پیدا بشه همه چیز راهش همه چیزش پیدا شدگیه. کار قانونی ما نمیگیم که برای گفتی برادرای کلابی پرام بکنید. کار قانونی انشاءالله که قانون قطعی کار میکنیم غیر قانونی اگان کار نمیکنیم. ما بگیم که اونومه که ما را دادش خطا. یک برادر بود یک روز زنگ زد در یک صحبتش همین که گفت که برادر عزیز گفت عبدالخلیل ایت سیاستمدار نمیبروید تو برای چی؟ گفت که تو ملایمی تو خیلی آدم ها سیاستمدار نمیشن. سیاستمدار همون نفر میشه که پرتنیارش میکشه قتل مینه بیرحم میشه. تو رحم داری تو ایت نمیشه ای چیز تو مقصد که یگان کار دیگر را دست بگیر. این که فکر نظری او آدم های. من یک برادر خیلی حرمتش مینم یک گپ گفتگی های گفت که اگر یک نفری که
مثال خصلتش یا که 100% اگر باشه، مثال یک 100% و ادبیاتیه، وقتی که سری قدرت بیاید 5% همون 100% اگر بکنه او آدم عادله. ای 100% وعده دادگیش 5% برای ملت بکنه اگر او آدم عادله. و همین خاطر برادرای عزیز زیاد چیزایی هست که ممکن که در عقل شما تغییر نمیگیره، نه که در عقل ما تغییر میگیره که همون کارا میشوند. باور بکنید ما میتونیم یگان کار کرده. قوه ای همه وزبین این مردمه، نه وینی پیریوراتای، نه یگان دولت دیگه ترای اردن به تیر چپکنی، نه، ای همه قوه وزبین ترین در همین مردمه. ما اگر بخواهیم واقعا اگر دیگرگونی ما میتونیم بکنیم، نه که اگر رحمان پرست باشه و رحمان فقط خدا بگه نوزن بالله بگه پیشوای ما آیا. زیاد حرف نمیزنیم، بگیم که عادی چه برادر عزیز، من یک جهان تشکریتون میکنم که من شما را نمیتونم در گروپ ازنزه است دیوخی. خب میگم خداحافظی کنیم برادر عزیز. 3 ساعت چند کشید جب و 2 نفر دیگه اومده. خب کن مبارز. سلام علیکم. خب خب عادل алмаз бародар, хеле узур мехоҳам ки мефаҳмам ки 3 саати чанд кашид давом дорем барноматон. Ман мефаҳмам вақт надорем. Имрӯз чотам дидам хеле мисол нерви чикаем дар ин барнома. Узри зиёд ҳамин любой проблема ки байни хитон мухолифо ки дорем биз ғарку дар ҳамин чи намедонам дар публика набро ягон чиро нишон медиҳи гап назан. Барои чи ки برادر عزیز من هیچ پس لبای چیزا نشون میتیم. این خیلی دیگه نیست. ما رحم کردیم امروز اومدن بگیم که دشنام تحقیر ندارن دیگه. اگر لبایش هم بخواه یگان نروشنی میکنه من میبرم میگمش ایگه پا یگان کس من معن کرده هم نمیتونه. من میخواستم که همین چیز ای بین بره و کلن این چیز نباشه. این چیز درست نیست. نه که متاسفانه نیمی همین مخالفا طرفداری همین نه. باور میکنید همین چیزا نیمی همین مخالفایی که در اروپا با این همین بزرگ طرفداری میکنن. نه که انشالله رحمان من پای شما را میرم. من آنتی ویروسم برای شما را. من برای شما را کو ازرائیلم. این چیزا دانسته بگیرید. کسی بخدا از پشتی همینا من رحمان فهم میمونم قفا شما کار میکنم. این دفع با او دفع نمونه. تماشا بکنه که چی کار میکنه. شما فکر نکنه الماس زردک دیده خیلی دونه خربزه نکنه. تماشا بکنه که من چی کار کردم میتونم با چی کار من آماده هم که بکنم. همین یک سوال ده. یعنی پرابلم شما یک سوشی دوام داره. همین با خوبیه با گندگی ریشت کردن نمیتونه. برادر عزیز پرابلم من شد. سود نشید. دکازات کرده نتونست. نه قاچاقبری ما دکازات کرد نه دزی ما که بوده من تلفن دزیدم زدمش که به دکازات کرده نتونست. تمام کارش برفت قد شد. خلاص انا کنشکی سوخته گرفتگی های مثال چانس می رسخود کردگی نمیتونم 10,000 یورو و فیلم رسخود کردگی ولی اکه کار اکه ای پیشه من 3,000 زیاد رسخود کردگی بودم. انا اکه این دفعه رفت 5,000 یورو رسخود میکنن بعد با معلم میشوه. فهمیدم. просто چی گفتم در برنامه که مثلا که 30 ساعت گرفتگی برنامه
هر چیور مثال چی بگم رومادا مثال گاب میزنی نشون میدی دوغری نمیگالده در سیاست که در نور همین روزا در برنامه شما در همین سیاست то есть دوغری نمیگالده проблема خطون مثال همراه بخواب گندگی برادر عزیز من تشکر برادر عزیز من همینجا 500 نفر تماشا داره در گیجو 1 دقیقه این همینجا ده ما را چند نفر تماشا داره 1 دقیقه بیستیده 1 دقیقه بیستی بچه برادر عبدالله را اگر کسی که بشناسه همه آدم یک کانال شدگی انشاءالله که یک برادر مخالف های بدروی برادر عزیز در کانالش دستگیری بکنه عبدالله ابو احمد صورت خودش موندگی های من خواهش میکنم که همینجا برادرها اگر بگیم که لینک همو کانال میداده من اگر در کامنت میموندم به حد خوب میشه بچه ها خواهش میکنم که 1000 نفرش بکنه که بگیم که همو ایفیرش گیران بشوه و بگیم که اون مرده کم ببره مبارزه ببره زیدی رژیمی خانخوری رحمانوف البته دستگیری میکن то есть عبدالله کانال ülkedege inşallah boran şmor barnama mekin ha بله بله به همین خاطر خواهش میکنیم که انشالله که من بگیم غازی و میام چنون داره کانال میام لینک شم میگذارم در کامنت خواهش میکنم برادرای عزیز به طرف نباشه این هم جدا ما را 500 چند نفر تماشا داره خواهش میکنیم که بدره آبونه بشین یک دستگیری بکنیم برادر انشالله که وقتی که یک برادر مبارزه میخواه ببره خواهش میکنیم که دستگیریش بکنه که اینا حاضر 1 دقیقه Камаль Абдухалил Бародар полнотон ба худо короче то барномаи дигарам تمام گپ نیست خب همینجا برادرای عزیز اینمو چند نفریم همین در چنون دارم در کامنت میگذارم خواهش میکنیم برادرای عزیز دستگیری بکنه برادر بگیم میخواه که مبارزه ببره این اینا برادرای عزیز در کامنت گذاشتمش خواهش میکنیم که برادرای عزیز به طرف نباشه بگیم این برادر دستگیری بکنیم یک آبونه بشه این برادرای عزیز کار بکنیم که همه کسا اینا در کامنت گذاشتم خواهش میکنیم که برادرای عزیز اینجا ما را تایپ 500 نفر تماشا داره این اگر در اینجا بمونیمش جوشید خب من چقدر اینا در اکرانم بمونم خب اینا همون اینا مثال خب این لینک نمیشه که در خیلی یا که ریپیتش میکنم تا آخری برنامه را خواهش میکنیم برادرای عزیز به طرف نباشه دستگیری بکنه برادر انشاءالله که یک روزه که ما چند اگر مخالفو هم خیلی زیاد بشیم ما باید یوتیوب تاجیکی را 5 دقیقه خالی نمونیم باید ما هر روز برنامه داشته باشیم هر انسان برای بگیم که مبارزه ببره ضد رحمانوف ما هممون هدفمون باید یک باشه رحمانوف تنها رحمانوف نباشه یا حکومت عادل این همین چیز
خب برادران گرامی قدر خواهش میکنیم که همون در همین لینکی که گذاشتیم دستگیری بکنه برادر انشالله که خب دستگیری بکنه برادر انشالله که خوب میشه. اینجا من یه بار دیگه از اینا ذکریپید میدم در همون لینک اگر بجخه که شما فراموش بگیم که همون کانالش میبره قطعی برادر شوکت محمد صحبت داره بگیم ابونه بشین لایکش بمونین انشالله که پیشروی برادرم پیشروی ما برادر عزیز یک نفر وقتی میبره مبارزه میخواه ببره من به خدا میخوام که کمکش بکنم دستگیریش بکنم که همون انسان دل شکسته نشود در نیمی ره نمونه نه که متاسفانه. خب برادران عزیز یک جهان تشکر همتون میندار خداوند تیسر موفق مون بگردونه انشالله که به امید پیروزی تا برنامه های آینده انشالله که خب برادر عزیز من همی حدثا نفهمیدم همینجا یک کارگری همی چینم داره درخش حق بسیاری بد نوشته شده چیزی باور که نفهمیدمش. تری بگو برادر عزیز همون لینک اگر بجقی کو پراموی همون جد میبره کسی که درمت خواهش میکنیم که یک بعد بنویسه همین کامنتر یاده که لینک اجی ده پراموی بورتون یا که یکون جای دیگه تون بود. خب من همون ذکری پیچ که های اونجا ذکری پیچ که هم بیجوشید باور که ذکری پیچ که نتونسته ایسا هم کو این گفتیم ذکری پیچ کنیم پراموی میبرم اینا. خب اینا برادر عزیز چند دقیقه ما همین جاییم برادر عزیز خواهش میکنیم که همین برادر دستگیری بکنه که ببرویا بگیم که ایفیر شوی بشه و برویا با مردم صحبت بکنه زنده و سربلند باشی برادر عبد خلیل با احترام و دنغره. تشکر برادر عزیز راست. خب برادر عزیز به طرف نباشه دستگیری بکنیم برادر عبدالله انشالله که اونا میبره فکر نظرهاشه با مردک کمتر کار بارش دیگه رنگه انشالله که میبره صحبت میکنه با مردم. خب تا برنامه های آینده شما را به خدا میسپارم به امید پیروزی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.